جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشید و خداوند متعال را شکرگزارم که به ما یک بار دیگر این فرصت را عطا فرمود در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت نیز در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. متقابلا خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما و بینندگان عزیز انشاءالله خواهم بود. علیکم السلام و رحمت الله. جناب مولانا اگر از سوالهای SMS بینندگان شروع بکنیم. اولین بیننده سوالشون در مورد این است که گفتن برای وسعت رزق و روزی کدام سوره از سوره های قرآن سفارش به تلاوت آن شده است؟ بفرمایید. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد روایاتی که درباره ترغیب به خواندن سوره های قرآن باشه یا هر سوره رو برای یک امر خاصی یک تأثیر خاصی رو داشته باشه، مانند این که مثلا یک سوره تأثیری در ازدیاد و وسعت رزق و بیشتر شدن رزق و روزی بشوند، چنین احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما نقل نشده. به تعبیر دیگر یعنی هیچ یک از سوره های قرآن یا آیات قرآن برای ازدیاد رزق در واقع توصیه نشدند و در این زمینه روایات صحیحی وجود ندارند و روایاتی که در این زمینه هم نقل شده روایات ضعیفی هستند و قابل استدلال و قابل اثبات نیستند که بتوانند چنین حکمی رو برای و چنین فضلی رو یا خاصیتی رو برای یکی از آیات قرآن یا سوره های قرآن کریم در واقع اثبات بکنم. در این زمینه در مورد سوره واقعه روایتی هست که بیهقی در کتاب خودشون رو آورده از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من قرأ سوره الواقعه فی کل لیلة لم یصبه فاقه. این روایتی هست که میگوید هر کسی که در هر شب از شبها وقتی که میخوابد سوره واقعه را بخواند دچار فقر و تنگدستی نمیشود. منتها این روایت یک روایت ضعیفی هست و از نظر سندی چون این روایتی ثابت نیست، نه تنها که ضعیف است بلکه فراتر از این منکر هست. امام احمد و دیگر ائمه گفتند این روایت ضعیف و منکری هست و یکی از راویانش به نام ابو شجاع منکر الحدیث است. پس بنابراین استدلال از روایاتی که در این زمینه وجود دارد برای اثبات چنین فضیلت و خاصیتی برای سوره واقعه یا برای هر کدام از سوره های قرآن چنین فضیلتی در واقع ثابت نیست و هیچ یک از آیات یا سوره های قرآن برای برطرف کردن فقر و تنگدستی یا ازدیاد رزق توصیه نشده. منتها انسان مسلمان باید موارد دیگری رو، اسباب و ابزار دیگری رو که به صورت کلی در شریعت اسلامی تأثیرشان ثابت شده و توصیه شده برای ازدیاد رزق، برای برکت و در واقع میمون بودن رزق، یک سری ضوابط دیگری هست، اعمال دیگری هست که از این اعمال انسان میتواند استفاده بکنند، آنم به عنوان یک ابزاری برای ازدیاد رزق یا برای با برکت بودن رزق. اولین چیزی که در این زمینه در آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شده تقوا و
پرهیزگاری هست که انسان مسلمان تقوا داشته باشد و از الله متعال بترسد، زیرا که الله متعال صراحتا در قرآن کریم میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی که از الله متعال بترسد، تقوا رو پیشه بکند، الله متعال برای اون مخرجی رو در واقع فرارویش میگذارد، یعنی رهایی رو و نجات از مشکلات رو، هم از مشکلات مادی باشند یا معنوی باشند، روحی و روانی باشند. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از جایی که خودش امید ندارد، از جایی که خودش فکر نمی کند، الله متعال به این چنین انسانی رزق و روزی میدهد. پس بنابراین اولین عامل و اولین ابزار برای ازدیاد رزق یا برای برکت رزق تقوای الله متعال هست، یعنی این که ما مواظب اوامر و نواهی الله متعال باشیم. هرچند ما بیشتر پایبند دستورات اسلامی باشیم، رزق و روزی ما فراتر می روند و بیشتر می شوند و از نظر معنوی رزق ما در واقع برکتش هم بیشتر می شود. و این مورد رو کاملا ما در جامعه خودمون در میان کسانی که واقعا اهل تقوا و پرهیزگاری هستند کاملا مشاهده می کنیم. با اینکه درآمد چندانی ندارند، اما زندگیشون یک زندگی هست که واقعا با رفاهیت و با آرامش کامل زندگی می کنند. و در این زمینه روایتی هم هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، در سنن ابن ماجه این روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و ان الرجل لا یحرم الرزق بالذنب یصیبه. انسان مسلمان چه بسا به خاطر گناهی که انجام داده از رزقی محروم بشود. یعنی قرار بوده یک رزقی رو الله متعال برایش میسر بکند، به اون نعمت بدهد، اما به خاطر اینکه گناهی رو انجام داده اون رزق رو در واقع از خود جلوگیری کرده. پس بنابراین تقوای الله متعال سبب ازدیاد رزق میشود و گناه و معصیت سبب فقر و سبب ممانعت از رسیدن رزق میشود. این مورد اول هست. مورد اول تقوا و پرهیزگاری هست. مورد دوم استغفار هست. الله متعال میفرماید در داستان و از زبان حضرت نوح علیه السلام فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهارا. که حضرت نوح علیه السلام به قومش گفتند که میگه من به اونها گفتم فقلت استغفروا ربکم، استغفار بکنید. استغفار یعنی طلب مغفرت، توبه کردن، عذرخواهی کردن از الله متعال، انابه کردن به طرف الله متعال. من به قوم خودم گفتم که شما استغفار بکنید، طلب مغفرت بکنید، زیرا که الله متعال غفار هست. نتیجه چی هست؟ وقتی که شما استغفار بکنید، معذرت بخواهید از الله متعال، انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو شبانه روز و به صورت گسترده بر شما باز می کند، یعنی باران رحمت از جانب الله متعال بر شما نازل می شود. و یمددکم باموال و بنین، و مال شما را و فرزندان شما را زیاد می کند. و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهارا، باغ و بستان و نهرها در منطقه شما در واقع زیاد می شود. پس بنابراین یکی دیگر از اسباب مهمی که تأثیرش در قرآن اومده صراحتا استغفار است، طلب مغفرت هست که انسان مسلمان باید همیشه و در هر حالت و در هر زمانی باید استغفار بکند. برخی گمان میکنند که این که انسان استغفار میکند حتما باید گناهی رو انجام داده باشد تا اینکه استغفار بکند. معنیش این نیست که ما حتما گناهی رو انجام داده باشیم بعد از اون در واقع استغفار بکنیم. استغفار کردن معنی خیلی زیادی رو داره. استغفار در مقابل این که ما شکر الله متعال رو به جان نیاوردیم، نعمت‌های الله متعال رو استفاده کردیم و کفران نعمت کردیم. این استغفار از این که ما اوقات خودمون رو هدر دادیم، اون دستوراتی رو که الله متعال حتی به ما دستور داده بود، حتی نماز خوندن رو، روزه گرفتن رو. و جالب اینجا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز بلافاصله استغفار میکردن. رسول الله و صحابه بعد از نماز میگفتن استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یعنی انسان مسلمان نه تنها بعد از گناه استغفار میکند و طلب مغفرت میکند، حتی بعد از عبادت هم باید استغفار کرد. به علت این که عبادت ما نقصهایی رو دارد، ایرادهایی رو دارد و این عبادت ما در حدی نیست که الله متعال به ما دستور داده بود. ولو اینکه ما بهترین نماز را بخوانیم، باز هم این در واقع مجال خیلی زیاد و بیشتر وجود دارد که نماز ما بهتر و بهتر بشود، نقصها و ایرادهایی وجود دارد. پس بنابراین در هر حال باید استغفار کرد، چه گناهی به ذهن ما بیاد یا گناهی اصلا به ذهن ما نیاد. و این
روش رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. و این مورد دوم هست. مورد سوم صله رحم هست. صله رحم یعنی رسیدگی کردن به خویشاوندان و برقرار کردن رابطه خویشاوندی با پدر، با مادر، با برادرها، با خواهرها، با عموها و تمام و فرزندان عمو، خاله و عمه و تمام خویشاوندانی که با یک نسبتی در واقع به ما نزدیک هستند. برقرار کردن رابطه حسنه با خویشاوندان به معنی صله رحم هست و صله رحم یکی از اسباب ازدیاد رزق هست. هر کسی که صله رحم بکند با خویشاوندان خودش ارتباط حسنی رو داشته باشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این یکی از ابزار سعی رزق و برکت رزق هست. در روایتی هست از حضرت انس رضی الله تعالی عنه در صحیحین هست، صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. هر کسی که دوست دارد که رزقش گشاده بشود، هر کسی که میخواهد و دوست دارد که رزقش گشاده بشود و ینسأ له فی اثره و عمرش طولانی بشود، فلیصل رحمه و برود و خویشاوندی خودش را، رابطه حسنه خودش را با خویشاوندان خود حفظ بکند. پس بنابراین صله رحم یکی از مواردی هست که در روایت صحیح در صحیح بخاری و صحیح مسلم از حضرت انس رضی الله تعالی عنه تأثیرش در این زمینه کاملا واضح است. و غیر از این مورد چهارم و که خلاصه بکنم یعنی دعا کردن به درگاه الله متعال. ما دعا بکنیم همیشه از الله متعال رزق حلال و رزق مبارکی رو در واقع طلب بکنیم و اللهم این که در روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده در سنن که حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نقل کرده در سنن ابو داود که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه این دعا رو می‌کردند اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و در ادامه می‌فرماند که و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال که پروردگار من پناه میبرم به بارگاه تو و به ذات تو من پناهنده میشم از غلبه دین، این که من مقروض و مدیون بشم و از قهر رجال که مغلوب دیگران باشم. این سری دعاهای اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اینها دعاهایی هست که در واقع برای ازدیاد رزق تاثیر مناسبی رو دارن. یا به هر زبانی، به زبان فارسی باشه، بلوچی، کردی، هر زبان دیگری انسان دعا بکند که پروردگار رو رزق مرا گسترده بکن. این دعا کردن و خواستن از الله متعال یکی از مهمترین اسباب در واقع وسعت رزق هست و الله متعال ما رو دستور داده برای دعا و وعده داده برای اجابت. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد تفسیر از آیه هایی سوال کردن، گفتن که اگر ممکن است در مورد سوره احزاب آیه 31 تا 33 توضیح دهید. در مورد زنان پیغمبر که اگر فقط در مورد زنان آن حضرت بود چرا از ضمیر مؤنث استفاده نشد؟ در مورد سوره احزاب و آیه 33 که یک آیه نیست و نصف آیه هست که معمولا شیعه از آن استدلال میکنند، این که الله متعال میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه را دلیل بر امامت و دلیل بر عصمت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونند، عصمت از هر گونه گناه، عصمت از هر گونه فراموشکاری یا سهو و خطا، که چنین معنی از این آیه به هیچ عنوان برداشت نمی شود. این آیه و یطهرکم تطهیرا یا اذهاب الرجس به هیچ عنوان دلیل بر معصوم بودن در واقع حضرت علی رضی الله تعالی عنه یا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم به کلی که معصوم باشند از گناه و معصیت و خطا و نسیان، چون این معنی را به هیچ عنوان از این آیه نمیتوانیم ما استدلال بکنیم. و این آیه اساسا در مورد همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. قبل از این آیه، از آیه 28 این سوره وقتی که شروع می شود، الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد یا ایها النبی قل لازواجک، یعنی از اونجا که این آیات شروع می شود همه در مورد همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم است تا اینکه به آیه 33 میرسند و آیات بعدش هم حتی آیه 34 هم در مورد همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم است و در اینجا ده ها ضمیر برای به عنوان ضمیر مؤنث در این آیات و حتی در خود همین آیه در واقع استفاده شده. پس بنابراین با توجه به سیاق آیات و سباق آیات، یعنی گذشته و آینده این آیات، ما بعد این آیه در واقع در مورد همسران
همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و در خود این آیه هم در ابتدای این آیه رسول الله متعال خطاب می‌فرماید به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى و اقمنا الصلاه و آتینا الزکاه و اطعنا الله و رسوله. این چندین مورد هست در خود همین آیه، در ابتدای آیه خطاب به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و بعد از این آیه مباشرتا الله متعال می‌فرماید که واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه، که بازم خطاب به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین آیات قبل از این آیه در مورد همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، خود همین آیه نصف بیشتر این آیه، ابتدای این آیه که از اون استدلال میکنن در مورد همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیه بعد از این آیه مباشرتا در مورد همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. یک مشکلی که شیعه دارند برای در مورد استدلال کردن از آیات قرآن برای اثبات فضیلت یا برای اثبات امامت ائمه خودشون مجبور هستند که ما قبل و ما بعد آیات رو نبینند. روش یهود رو در واقع در پیش بگیرن که دست بگذارن بر برخی از آیات قبلش و آیات بعدش، فقط صرفا همین یک آیه رو بخونن. این یک آیه هم که هیچی، فقط نصف آیه رو باید بخونن، نصف اول آیه هم باید نادیده بگیرن. اما سوال بیننده ما این بود که در واقع چرا در اینجا ضمیر مذکر به کار برده بشه به جای ضمیر مؤنث؟ خب در ابتدای آیه چون که خطاب خاص همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، یعنی در اون خطاب ها شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع داخل نیست، نه رسول الله، نه حضرت علی، نه حسن و نه حسین. این خطابه ها و این آیه ها صرفا مخصوص زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس بنابراین وقتی که یک مجموعه زن باشند با صیغه زن با اونها در واقع مورد خطاب قرار میگیرند. وقتی که یک مجموعه زن باشند و در میان اونها یک مردی، حتی ولو اینکه یک پسر نابالغ هم که وجود نداشته باشند، اونها رو با صیغه در واقع که برمیگرده به اصول و نحو و صرف بله که با صیغه و ضمیر مؤنث با اونها در واقع خطاب قرار میگیره. و حتی در خود همین آیه در ابتداش وقرن فی بیوتکن، قرنه برای زن هست، بیوتکن برای زنان استفاده می شود. ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى، تبرجن برای زنان استفاده می شود. و اقمنا الصلاه و آتینا الزکاه و اطعنا الله و رسوله. 5-6 تا دستور هست که مخصوص زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند که در این آیات و در این دستورات حتی از ابتدای این مبحث که از آیه 28 هست رسول الله صلی الله علیه و سلم شامل نیست. اینها یک مجموعه دستورهای اخلاقی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع داده. خب نتیجه این دستورات اخلاقی چی می شود؟ نتیجه این پاک شدن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. پاک شدن از چی؟ پاک شدن از معایب هست، پاک شدن از ننگه ها و عیب ها و ایراده های در واقع اجتماعی هست، زیرا که این دستورات ضامن سلامتی این خانواده و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. وقتی که یک زنی پاک دامن باشد، وقتی که یک زنی مطیع الله و رسول الله باشد، وقتی که یک زنی مانند دوران جاهلیت در واقع تبرج نکند، نمازگزار باشد و بقیه دستوراتی که در اینجا اومده، وقتی که یک زن عفیف و پاک دامن باشد، این خوشنامیش برمیگردد به شوهرش، به پدر و مادرش. بدین خاطر است که در این آیه الله متعال صیغه رو عوض کرده، ضمیر رو عوض کرده و در ادامه وقتی که میخواد خطاب بکند هم به همسران رسول الله و هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم، زیرا که این خوشنامی و این پاکدامنی به نفع رسول الله و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم است، در اینجا خطاب میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. و خصوصا در اینجا اهل اومده و اهل بیت اومده، اهل هم که مذکر است، صیغه و ضمیرش هم در اینجا مذکر اومده که ای اهل بیت، ای همسران رسول الله به اضافه رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال میخواد که رجس را، پلیدی را از شما دور بکند و شما را کاملا پاکیزه بگرداند. در مورد این آیه به صورت مفصل انشاءالله ما درباره منهاج السنه و در بحث استدلال های هلی که برای اثبات امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ذکر کرده، نحوه استدلالش و پاسخهایی که در این زمینه وجود دارد، من انشاءالله به صورت مفصل در اونجا بحث خواهیم کرد انشاءالله. پس بینندگانم کسانی که خوانین هستن باید اون برنامه رو هم دنبال کنن. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد باز بعضی از مسائل زناشویی سوال کردن، گفتن آیا شوهر میتواند از پستان همسرش شیر بخورد؟ بفرمایید.
خب شوخر که میتونه غذا بخوره دیگه، غذا بخوره بهتر از این است که بخواد که از شیر تغذیه بکنه. در مورد این مسئله، در مورد حکم شرعیش، بالفرض که اگر شوهری خواسته یا ناخواسته شیر خانومش رو در واقع بخورد و در واقع تغذیه بکند، تغذیه که نیست، نمیدونم برای هر در واقع انگیزه‌ای که باشد، در این زمینه یک شرایطی وجود دارد برای اصل رضا و شیرخوارگی. اصل رضا و شیرخوارگی یکی از دلایل قوی و یکی از شرایط اساسیش این است که این حتما باید در 2 سال اول عمر باشه. یعنی در صورتی شیرخوارگی حرمت می آورد و موجب یک حکم شرعی یا محرمیت یا حرمت می شود که صرفاً در حالت کودکی باشد و در زمان کمتر از 2 سال باشد، زیرا که الله متعال می فرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. مادران فرزندانشان را 2 سال کامل در واقع شیر بدهند. این 2 سال اول زندگی این دوران شیرخوارگی هست، دوران شیرخوارگی هست. اگر کسی در این دوران شیر بخورد در واقع حرمت ثابت می شود. یکی این که حتما باید در این 2 سال باشد، اگر بالاتر از 2 سال بود این امکان در واقع حرمت رو ثابت نمی کند. و مورد دوم و شرط دوم این که حداقل 5 مرتبه شیر بخورد، حداقل 5 مرتبه شیر بخورد. در زمان کودکی کمتر از یعنی از 2 سال بالاتر نباشد و حتما باید 5 مرتبه باشند، به استدلال از حدیث رسول الله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که در این مورد فرمودند. این قول جمهور علمای اهل سنت و الجماعت است که حتما باید 5 مورد باشند. کمتر از این اگر 1 مرتبه شیر خورد حرمتی رو در واقع ثابت نمی کنند، به استثنای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و برخی از فقهای دیگر که مطلق شیرخوارگی رو موجب حکم میدونند. یعنی اگر یکی حتی 1 قطره شیر هم از زنی بخورد، فرزند و نوزادی، در واقع حرمت رو برای اون ثابت میکنند. اما عموم فقهای اهل سنت و الجماعت و قول راجح این است 2 شرط اساسی وجود دارد. یکی این که حتما باید در مدت 2 سال باشد و شرط دومش این که حتما باید 5 مرتبه باشد. کمتر از 5 مرتبه شیر خوردن برای کودک این حرمت و حکم رضا را در واقع ثابت نمی کند. پس بنابراین اگر مردی از همسر خودش شیر بخورد، یعنی این که حرمت ثابت نمی شود، اینها در واقع مادر و فرزند نمی شوند، همون گونه قبلا بودن، زن و شوهر بودن، همچنان زن و شوهر هم دیگر هستند و هیچ گونه حرمتی و کراهتی در این زمینه و در مورد زندگی زناشویی اونها پدید نیامده. و جالب است که این پدیده یک پدیده در واقع جدیدی نیست. در روایتی هست که یک فردی اومد پیش سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و گلایه کرد و یکی گفت که این معمولا که زنها یعنی ترفندهای خیلی قوی و زیرکانه‌ای رو دارن. یکی اومد پیش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و شکایت کرد که ای یا امیرالمومنین، من یک کنیزی داشتم که در واقع دوستش داشتم، همسر من اومده و یک کار در واقع برای این که منو از این کنیز بگیرد یک کاری رو کرده. گفت چی کار کرده؟ گفت که این کنیز منو مجبور کرده که از خانمم شیر بخورد. مجبور شده، اونم چندین مرتبه در واقع این کار رو انجام داده و الان همسر من مدعی هست که این کنیز بر من حرام هست، ما پدر و دختر در واقع شدیم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفت که اعتجاریتک، نه این گونه نیست و این کنیز بر تو حرام نشده. و اضافه تر بر این یک مورد دیگر هست، در مورد یکی مردی اومد در محضر ابو موسی اشعری رضی الله تعالی و همین سوال رو مطرح کرد. گفت ناخواسته شیر در واقع در دهانش رفته، الان حکم زندگی زناشوییش چی هست؟ ابو موسی اشعری گفت که به نظر من که حرام می شود. گفت که به نظر من شما از هم دیگر جدا شدید و در واقع زنت حرام شده. اون فرد رفت پیش عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه و همین سوال رو دوباره مطرح کرد که چون این اتفاق افتاده حکم من چی هست. اون حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی همین مرد رو برداشت اومد پیش حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه و گفت که افتیمم هذا ام رضی، اینو این مرد آیا شیرخواری از شیر گرفتند؟ اینو گفت خوب از شیر گرفتن، وقتی که یعنی رضی نیست، یعنی کودک شیرخواری نیست. گفت وقتی که کودک شیرخواری نیست پس بنابراین حکم حرمت هم ثابت نمی شود. حضرت ابو موسی اشعری گفتن تا زمانی که عبدالله ابن مسعود در میان شما هست کسی از من فتوایی رو سوال نکنن. این حکم در واقع تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت هست که در این زمینه حرمتی ثابت نمی شود. جزاکم الله خیر. بیان بعدی سوالشون این است که گفتن که خواهری هستن، گفتن شیعه هستن ولی نه به ولی فقیه اعتقاد دارن و نه به مرجع تقلید
به امامان هم اعتقاد دارم ولی امام زمان در مورد شک دارم. لطفاً بگویید که حضرت محمد و حضرت علی به چه طریقی نماز می‌خوندن؟ در مورد نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم ما به صورت نظری و گفتاری بارها اینو توضیح دادیم و در این زمینه انشاءالله در ماه مبارک رمضان ما یک کلیپ و مقطع تصویری رو انشاءالله آماده خواهیم کرد که به صورت مفصل کیفیت و روش نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم از آغاز از ابتدای تکبیر تحریم تا سلام به چه گونه بوده و بایدها و نبایدها رو در این زمینه ما به صورت کامل انشاءالله مفصلا توضیح میدهیم و انشالله که هیچ گونه ابهام و اشکالی در این زمینه برای بینندگان عزیز باقی نخواهد. انشالله. جزاکم الله خیر. و سال بعدی بیننده گفتن که آیا شوهر مادر محرم میشه یا نه و از اتاق فرمان هم خواهش میکنم که شماره تماس بیننده رو زیرنویس بکنن تا کسانی که میخوان تماس بگیرن از الان دست به کار بشن. بفرمایید. در مورد این که شوهر مادر آیا محرم حساب می شود یا حساب نمی شود، در این زمینه آیات قرآن آیه 23 سوره نساء کاملا صراحت کامل دارد که در واقع محرمیت را ثابت می کند یا حرمت را کاملا ثابت می کند. الله متعال در سوره نساء آیه 23 در واقع محرمات را، اون کسانی را که بر مردها حرام هستند اونها را کاملا برای ما مشخص کرده. حرمت علیکم امهاتم، تقریبا 12-13 مورد هستند جز کسانی که زنانی که بر مردان حرام هستند، زنانی که بر مردان حرام هستند. الله متعال می‌فرماید حرم علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائکم. اینها 10 مورد هست که الله متعال می‌فرمایند که مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان و برادرزادگانتون، یعنی دختران برادر و دختران خواهر و همچنین مادران رضایی شما و خواهران رضایی شما و در واقع اینها بر شما کاملا حرام هستند. اینها مواردی هستند که اینها حرام هستند. و در ادامه الله متعال می‌فرماید و ربائبکم اللاتی فی حجورکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. و در واقع دختران همسر شما، دختران همسر، ربیبه یعنی دختر همسر، یک فردی، یک زنی قبلا شوهری داشته و از اون شوهر یک دختر دارد. الان یک مرد دیگری بعد از فوت اون شوهر این زن وقتی که یک مرد دیگری میاد و با این زن ازدواج میکند، این دختر میشود دختر همسرش، دختر همسرش یعنی دختری که این زن در واقع از شوهر قبلی داشته. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و ربیبه های، دخترهایی که همسران شما دارند از شوهران قبلیشون و اونها تحت تکفل شما هستند. من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، از اون زنانی که شما با اونها مقاربت کردید. یعنی این که اگر یک مردی با یک زن ازدواج میکند، با یک زنی ازدواج کرده و این ازدواج صرفا در برابر یعنی عقد بوده، به عنوان نامزدی و عقد بوده، به مجرد عقد دختر این زن در واقع جز محارم و محرمات برای این مرد قرار نمیگیرد، زیرا که صراحتا در اینجا الله متعال میفرماید که و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، اگر دخولی صورت گرفته، همبستری صورت گرفته، در واقع محرم میشوند و این دختر این زن بر شوهرش در واقع حرام میشود. فإن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، اگر همبستر نشدید پس در این صورت جناحی بر شما نیست، گناهی بر شما نیست و این دختر برای شما کاملا حلال هست. یعنی اگر ازدواج صورت گرفت، همبستری صورت گرفت، محرم هست و در غیر این صورت جزء محرمات در واقع قرار نمیگیرد. و در ادامه آیه الله متعال میفرماید و حلائل ابنائکم، و زنان فرزندان شما، الذین من اصلابکم، که از کمر شما هستند، و ان تجمعوا بین الاختین، و این که 2 تا خواهر رو در یک عقد و در یک نکاح در واقع جمع بکنید، اینها جزء موارد حرامی هست و جزء محرمات هستند. پس بنابراین نتیجه اینو میگیریم که شوهر مادر در واقع جزء محرم ها هست. جزاکم الله خیر. تماس هم وصله و از بینندگانی که تماسشون وصل میشه خواهش میکنم که از طریق تلفن صدای ما رو بشنون و صدای گیرنده را کم کنن. اولین بیننده را میگیریم
سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و سوال شرعیتون رو بفرمایید. السلام علیکم، من از تاجیکستان زدم دوشنبه. خب سوال من این بود که بخیر سلام علیکم، بفرمایید. من از تاجیکستان زدم دوشنبه. بخشین صدا تو استودیو پخش نمیشه، فقط از گوشی میشنوم. مثلا من دوشنبه زدم تاجیکستان. بله در خدمت شما هستم. سوال من به حج رفتن با دادن بخشین صدا اتاق فرمان صدا از تو گوشم پخش میشه و از کنترل مشکل داره. بیانده بعدی رو بگیریم. بفرمایید. لطف کنید صداتون رو یک کمی بلندتر کنید. بفرمایید. ظاهرا تماسشون قطع شد. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشین. سلامت باشین. به سوال حق و منتظر سوال شرعیتون هستیم. میخواستم در مورد خمس و زکات حاج آقای مقدار صحبت کنه برای ما. خمس و زکات به صورت مطلق یعنی یا سوال خاصی دارید؟ جانم. نه همینجور فقط میخواستم یه مقدار توضیح بدم. بله. خب سوال در چه زمینه باشه؟ فرق بین خمس و زکات یا کلا چه میزانی باشه؟ فرق بین خمس و زکات همین چه میزانی باشه کلا. بله. تشکر میکنم از شما. خیلی ممنون، خدا. سلامت باش. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. سلام عرض می‌کنم. و علیکم السلام، سلامت باشین و سوال شرعیتون رو بفرمایید. ظاهرا تماس قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سلامت باشین. به سوال حق و منتظر سوال شرعیتون هستیم. سوال اول یک، من یه مقدار دیگ و گازی خریدم، وقت کردم، حالا مقداری؟ میخوام اینو جمع کنم. باشین سوالتون واضح نیست، دوباره سوال بفرمایید. الو، سوال دوباره تکرار کنید لطفاً. من این مقداری وسایل خریدم، از نظر دیگ و گاز اینا وقت کردم و میخوام که حالا موحد شدم، میخوام اینو جمع بکنم. آیا گناهی بر من هست؟ یک. بله. الو. یعنی خودتون میخواین جمع آوری کنید یا کسی دیگه؟ نه، میخوام خودم دیگه جمعش کنم، دیگه موحد شدم، میخوام جمعش کنم. اینم گناه داره؟ بله. سوال بعدی؟ دو، من نماز شب میخونم، ولی بعد موقع نماز مثلا خواب میفتم، آیا میتونم قضاشو بخونم؟ این دو. و سوال سوم، اگر شب جمعه برای پدر مادر خیرات ندن گناه هست یا که مثلا باید حتما خیرات بیدی یا مثلا اونا مرده ها در انتظار هستن و اینا هست؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ یه سوال دیگه هم داشتم خدمت که عرض شود، این نمازهایی که من موحد شدم تو مسجد نالان نماز من خونه بخونم. بخشین سوال دوباره سوال تکرار کنید. صدا یکمی. نماز من تو خونه میخونم، تو مسجد نمیرم، بخاطر که نمیشه پشت سر من نماز خوند از این چیزا. میخوام اینم گناه هست اینه که باید حتما برم مسجد نماز جماعت بخونم. بله. سوالتون واضحه. تشکر میکنیم از شما. متشکرم، قربان شما. سلامت باش. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید. علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بیننده گرامی از تلفن صدای ما رو بشنوید. بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ما از لندن زحمت می‌کشم شما رو. ما در رابطه با فاتحه، ما در افغانستان یک چیز به نام فاتحه خوانی یاد میکنیم. وقتی که شخص فوت میکنه بعد از این دفن میکنن، بعد وارثین از پدر مادر یعنی آن در مسجد فاتحه خوانی برگزار میکنن. دیگه اقارب و دوستا میان با ادای احترام از او دعای قرآن میخوانند و شخصی که اقارب مرددار است، میمانایی که به خاطر دعا میان، وقتی که میمانا میخیزن از مسجد حرکت میکنن و این شخص فاتحه دار هم که امی اقارب فوت کرده و یا به احترام از او استاده میشن که مردم از رویشان از مقابلشان گذر میکنن به ادای احترام. نمیفهم حکم شرعی دی چیه؟ بله، یعنی حکمش چیه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه فقط همه قمی خواستم. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و سوال شهریتون رو بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. من از تاجیکستان زنگ میزنم. یک سوال داشتیم، مسئله حج. بله. در تاجیکستان به پورا دورده حج رفتن نمیشود. همین گفتیم یک خیلی جمله میگن میشود رفتن، یک خیلی میگن نمیشود. همین گفتیم یک مسئله شد. خب یعنی باید نوبت بنویسین، یعنی اسم بنویسین تا اسمتون در بیاد یا کلا به چه صورته؟ صوتی اسم. والا سوالتون واضح نیست برای ما. میگم که مسئله حج رفتن است که در تاجیکستان بله. به پورا دودر رفتن نمیشود با حج. همین گفتم مسئله شد چیزی نمیشود پورا دودر رفتن ممکن یا نه؟ شیخ شما سوال. یعنی به صورت قرعه کشی هست که بروید حج؟ بله. یعنی با قرعه رفته نمیشود دیگه. به رشوه ها، بدون رشوه درسته. ریبو به ریبو رفتن نمیشود. گفتیم یعنی بعضی اولایی میگن میشود نمیشود. من افهم درست. بله، سوالتون واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ اینجا بعد اینجا قرعه کشی هم واضح نیست. شکل خوانم خیلی. بله، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی منتظر صدای شما هستیم. سلام برای شما و از طریق شما به جناب محترم مولوی صاحب سلام و احترامات تقدیم میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال داشتم برادر که در قدم اول در ایران، ما امروز یک ویدیو را در یوتیوب دیدم. در ایران یک فامیل افغان که شوهر یک خانم فوت کرده و میت از او را در شهر ایران، در خاک ایران نمیمانه دفن بکنه. امی از نگاه شرعی چی حکم داره؟ دوم سوالم ای است که ما یک چیزی را به نام شاخ میگیم که شاخ می چسباند در پشت شانه و خون کش میکنه یا در سر و خون کش میکنه که حجامه باشه دیگه. نگاه شرعی سنت است یا کدام چی شرعی داره؟ یعنی همون حجامه منظورتونه؟ شاخ بوزه یا چی را در شانه میزدن، همیشانه کدام را گیره در پل میزدن. بله. و به او با شاخ میشندن خون کش میکردن. بله، سوال واضحه. تشکر. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین، بفرمایید. سوال ما چنین است: درباره شرکت شخصی به تاجر پول میدهد، مثلا $10,000 امریکایی و میگوید مرا در تجارت خود شریک کنید.
آیا این شرکت می شود یا مضاربت؟ اگر مضاربت شود در صورتی به تعدی این پول تلف شود، آیا صاحب پول از تاجر چیزی را دعوا کرده می تواند یا خیر؟ بله. جواب طبق مذهب حنفی. این اصل معامله به چه صورت هست این کیفیتش؟ یک برادر تاجر است میگه به من پول بده من تجارت میکنم، پول از آن شما تجارت از آن من. بله. خب بعد از این دیگه شرایطی قرارداد دیگری غیر از این هم هست یا نه؟ همینجوری به صورت کلی گفته بدون اینکه قید و شرطی باشد؟ قید و شرط فایده رو مثلا چطوری تقسیم بکنن؟ 50 در 50. بسیار 50%. تشکر میکنیم. سوال دیگه هم دارین؟ بله بله. بفرمایید. سوال دیگر احتکار یعنی ذخیره بله احتکار محصولات درست یا سبزی کرم دیگر موردی خوردن. مرد تاجر بارها را از شهر دیگر مسافه 1000-2000 کیلومتر از که خریداری کرده به دیگر شهر میبرد. زمستان تا بهار آن را ذخیره میکند و بهار به نرخ قیمت این را میفروشد. آیا این احتکار محسوب میشود یا خیر؟ بله. جوابم التماس طبق مذهب حنفی. اگر تشکر میکنم از شما. سوال سوم اگر جواب باشم. بفرمایید. من تاجر هستم، چند نوع مالهای را خریداری میکنم، محصولات را یا که متاع را برای من ضرور است برای تجارت، برای فروختن. پیدا شده است الان من مبلغ ندارم که اینها را خریداری کنم. برادر این مبلغ را دارد، اون میگوید که من پول را به تو میدهم و تو از جانب من وکیل این را خریداری کن و قیمت ای را از من بخر، پولش را بعد 4 ماه به من بده. آیا این درست است طبق شریعت طبق مذهب حنفی یا که ربا حساب می شود؟ یعنی شما از یک کسی پول میگیرید که در مقابل این پول یک جنسی رو دوباره بروید برای خودتان خرید میکنید. این خرید برای خود شما هست یا برای همون کسی که صاحب پول هست؟ این برای خود من. برای خود شما. و این پولی که بعد از 4 ماه میدهید عین همون پولی هست؟ یعنی دقیقاً چقدر گرفتی همون اندازه میدهی یا اینکه بیشتر یا کمتر میدهی؟ بیشتر البته. بیشتر از اون چیزی که دوباره از صاحب پول خریداری میکنم این محصولات رو، یک سوم یا که 2 سوم بالاش دایتی. خب اگر شما برای خودتون خریدید که نمیشه دوباره از صاحب پول خریداری بکنید. اگر شما وکیل بودید که برای اون صاحب پول خریدید الان یک بحث جداگانه هستین. آیا از جانب وای وکیلش نمیتونم که همین را برای خودم باید بخرم و دوباره از وای خریداری کنم؟ بسیار خوب توضیح خواهم. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سوال شرعی داشتیم. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. ببخشید من خواستم بپرسم این در منطقه ما یک مسئله پیش اومده بین یک ارتباط نامشروعی که بین یک خانم و آقا بوده. البته هنوز هیچی اثبات نشده در این زمینه. در حد حرفه، مثلا بین مردم میگن ارتباطی بوده نبوده، قصدی بوده، اما این متاسفانه الان دهان به دهان چرخیده بین این همسایه ها و بین این اقوام و اینها و این آبروی این دو طرف بنده خدا داره میره. خواستم بدونم آیا پرداختن به چیزی که هنوز در هیچ محکمه شرعی ثابت نشده و این پرداختن بهش آیا جایز هست بین مردم یا جایز نیست که مثلا این بگه اون بگه حرف بزنه؟ بله سوالتون واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ متشکر. فقط بدونم آیا این جایزه یا جایز نیست که مردم هی دهان به دهان میچرخه در مورد آبروی این بنده خدا هم الان رفته این درست. دهان به دهان هنوز در هیچ ثابت نشده. درست. تشکر میکنم از شما.
سلامت باشید. سلامت باش. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و سوال شرعیتون رو بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ما یک چیز میخواستم، اگر که از شخص میخواد از بانک قرضه بگیره و مسجد جور بکنه، بخصوصا در ممالک‌های اروپایی، چه حکم شرعی دارد؟ بله. طبعا در مقابل پولی که از بانک میگیری با سود میپردازی یا انترست میندازی، با حساب مسجد اگر بخوای این کار بکنی چه حکم شرعی دارد؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه دست درد نکنه. سلامت باش. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، از آلمان گپ میزنم. و علیکم السلام، بفرمایید. میتونم سوال ما پیش شما کنم؟ بله. سوال ما این است که ما یک نفر مریض است و میخواه کفاره روزی ماه مبارک رمضان پیش یک ماه پیش کمیل یک نفر میره بده. اگر اون نفر با می پیسه پول کفاره روزه را از این نفر به یک مصرف خانه خود یا بعض چیزهای دیگر لوازم بخره و نون و از نقطه نظر یعنی خود شخص، ببخشین، خود شخصی که میخواد کفاره بده پول رو مصرف خونه خودش بکنه یا کسی دیگه؟ نه، بر کسی که روان میکنه در مواطن خود، مثلا افغانستان، باز اونجا یعنی باید شخص مسکین نون بخوره نه، اما همین کار شده نمیتونه و اگر چیزای دیگه اونها ضرورت دارن میخرن. آیا یعنی چیز میشه خیرات کفاره میشه یا نمیشه؟ بله. درست. سوالتون واضحه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر. سلامت باشید. تشکر میکنم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ما سوالی دارم آقا. در خدمت شما هستم. بله، شبکه بساله و صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. کسی اگر بمیره اونجا تو دنیا با اقربایش چطوری اینا دیگه ملاقاتش میشه یا نمیشه؟ اگر میشه به چه طریقی میشه اونجا؟ بله. این سوالی ما است از آقای خلوصی. انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. ممنون، دستی در نکن، موفق باشین انشاءالله. سلامت باشین. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلامت باشین. منتظر سوال شرعیتون هستیم. بله در خدمتتون هستیم. قربان شما زنده باشین. فقط دو تا سوال داشتم. سوال اول از اینکه ما یک خونه گیرم داریم، بعد از اینکه رسیده به یک خونه دیگه که ما خود ما داریم به ببخشید دوباره سوال تکرار کنید. سوال اول تکرار کنید دوباره، چون خیلی سریع بود. قربان سوال اول که قربان خود ما گیرم داریم. باز واضح نیست. رمضان قربان. نه دوباره یکمی شمارده تر بگین خودتون. والا متوجه نمیشم شیخ، شما متوجه میشین؟ والا واضح نیست متاسفانه. آلیش شد آله. الان بفرمایید. آلی خوب شد. بله بله بفرمایید. سلام علیکم، مونده نباشین، بخیر ساعت شما خوب. سلامت باشین. فقط لطف کنید شمارده تر بگین. خوب قربانه. همین سرای داریم به حساب ایراد داریم، اگه بکنی هم هست اینا تو بگیره. نمره زمینی هم به حساب هست، این نمره زمینی هم چند وقت بیشتر حساب بخیدیم، خیلی قیمت بالا، قیمت پایین‌تر اومده. آیا اینا زکات داره یا نداره؟ چی رقم اینا فقط خیلی ببینید برای نداره استاد بگیره. این سلام برسونیم بعد از سلام همین گفتم برای نداره یک باز برای نداره. یعنی خودتون از اون خونه یا اون زمین ها استفاده نمی‌کنید، از اون مغازه؟ نه قربان، مغازه استفاده نمی‌کنم، مغازه هم بگیره و همینجوری مونده، یعنی استفاده تجاری هم ازش نمی‌کنین؟ خیلی نه. زمین هم استفاده نمی‌کنه، زمین هم همین که سرته از مغازه و زمین دارم که در هرات خودشون جای دیگه نمی‌کنن. آیا زکات داره یا نه؟ سوال بعدیتون لطفاً. سوال بعدی هم قربان میاد سر با خود بگیره دارم. آیا همین پولایی که بالا سر بگیره و خود نمیشینه نمیجی. پولا ازی هم به حساب زکات داره. باز این سوال اولی بود ولی نفهمیدم والله.
یعنی فقط بیکلت این سرایی که هست باید این سرا خود مگیرل دارم قربان با کابل میشینم همین سرا بسا بگیرل دارم همین پولایی که بسا بالا سراحتی این هم زکات داره یا نه که نمیبره انشالله پاسخ دریافت میکنیم. فقط شمارده تر بگین در خدمت هستم. سوال دومتون در مورد زکات طلا بود. یکم آرامتر صحبت بفرمایید که چون اسم منطقی داره میگه، یه جای دیگه هم زمین داره، مثلا هرات داره، زکات داره، منطقی. من نمیدونم، من اینجوری احساس میکنم چون همون کلمه رو والا یه کلمه ای که شما میگین شما زکات چی دارین، یعنی چیزی که میخواید زکات بدین چیه، یعنی اون یعنی همین سرایی که بسا ما باز بیواره گیره میتونیم به میشه ما میشینیم به میشه سرا میشینیم بله همین سرا علیه که پولایی که گوله هیچ تو با گیره داده آره دیگم زکات داره فکر نیست داده بله انشالله پاسخ دریافت میکنید در حد توان. البته سوال بعدی اگه داریم بفرمایید. سوال بعدی خودم سوال است که مثلا از که من یک حساب دارم بعد موقع بدون همین حساب که هست 50000 بعد موقع است یک میشه بعد موقع است میشه سوال برگرده بدون میه اینا ما چی رقم زکات اینا ما بدون به چی کیفی بود. بله تشکر میکنم از شما. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیانیه بعدی میکنیم. سلام علیکم بفرمایین. سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب شیخ. در خدمت شما هستیم. من سوالی داشتم در مورد جمع کردن نمازها. آیا امکان داره بعضی اوقات به دلیل مشغله کاری یا هر چیز دیگه امکان نداره مثلا نماز ظهر رو به موقع بخونیم؟ بله. آیا امکانش هست که وقتی برگشتیم خونه با نماز عصر جمع ببندیم یا اینکه نه؟ بله. سوالتون واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ بله سوال دیگه هم این بود که در مورد خیر و صدقه دادن واسه مرده آیا خیلی بهش میرسه نمیرسه؟ بله سوالتون واضحه. تشکر میکنم از شما. ممنونم. تشکر. خداحافظ شما. سلامت باشین. اونو 20 سال گرفتیم ادامه بدیم یا بریم؟ باشه. سلام علیکم. لطفا خودتون رو معرفی کنید و سوال شرعیتون رو بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من حسین هستم از روسیه. در خدمت شما هستیم آقا حسین. سوال افترام بود تلفن قطع شد ببخشید. بفرمایید. درباره همون پولی که شخصی به من میدهد من وکیل میکنه از جانب خود خریداری، آیا من مال متاع خرید میکنم و دوباره از وی خریداری میکنم، آیا این جایز هست یا نه؟ بله همون سوال اولیتون دیگه نه؟ بله بله او واضح بود یا نه؟ بله واضح. انشالله پاسخ دریافت میکنید. و دیگه سوال اگر اجازه باشه بفرمایید. آیا مولود جشن گرفتن جایز است یا نه؟ چون که در پاکستان اکثر علما میگن که مولود درست است. یعنی برای رسول الله یا برای هر کسی؟ برای رسول الله، برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب دیگر این که بعضیا قائل به اینن که وقتی مولود یک نعت را میخونن و وقتی صلوات فرستادن چخ میایستند. بله. چون که روح رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر میشود. درست. آیا این یگان اصل شرعی داره یا نداره؟ انشالله پاسخ دریافت میکنیم. اینکه ما صلوات میفرستیم الصلاة والسلام علیک یا رسول الله بگیم درست است یا که الصلاة والسلام علی رسول الله؟ کدامش تعریف درست است؟ چون که بعضا دلیل میکنن که التحیات خواندن السلام علیک یا ایها النبی و رحمت الله و برکاته این را دلیل میکنن. بله. اگر توضیح هست متشکر میشیم. سلامت باشین. تشکر میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشین. خدا نگهدارتون. بیانیه بعدی رو بیاریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. با همین مورد فیصال چه باید دیگم بزن؟ در خدمتتون هستیم. بله. لطفا از گیرنده از صدای گیرنده رو کم کنید و از تلفن صدای ما رو بشنوین.
الان که صدای ما رو شنیدید الان سوالتون رو مطرح کنید بیننده گرامی. سوال شما میگه سوال ولی تو بدین اونجا الان دیگه صرف کردم. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. سوال یکم این است که در فیسبوک، سایت فیسبوک من در یک سایت یک حدیثی رو دیدم با قرن و شیطان. خواستم در این واضح‌تر که در آن حدیث گفته شده است که البته یک رافضی نقل کرده است که به حضرت معاویه پیامبر دعای کرده باشد که هرگز تا آخر عمر شما سیر نباشید. بعد سوال دوم، در بالای حاضر در برنامه در تاجیکستان برنامه شد، یک شخص در برآمد خود گفت که در کتاب نهج البلاغه گفته شده است که حضرت علی از نام حضرت علی گفته باشند که به شاهد طلاق درست نیست. بدون چی؟ بدون شاهد، بدون شاهد، بدون یگان شخص طلاق درست نیست. با تلفن، طریق تلفن، دیگر چیزها درست نیست. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر. تشکر میکنم. عرض مادت به استاد مهربان عبدالقدوسی دیرخان دارم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. امیدالله هستم از عالم را تماشا با شما میکنم. در خدمت شما هستیم. بسیار زیاد خوش هستیم از پروگرام سلامت باشید. شما را میبینیم. می به شما یک سوال داشتم در اینجا، چون که ما از ما تقریبا یک 6-7 ماه میشه که تو نالند آمدیم، یک محل دیگه، یک مردم های دیگه که میبینیم. اما در اینجا که نفر هست که چون از بانک پیسه میگیرن و اونا هم میگن که ما خانه میخریم، بالای از اونا هیچ کدام سودی میاد دیگه میاد. من برشون بسیار تاکید کردم، گفتم که اینا حرام است، سود حرام، چون در قرآن شریف ذکر شده است. میگه و دو در جواب ما میگه که گر ضرورت بود روا بود. امیر ما میخواهیم که بر ما ذره معلوم شود که به کدام رقم چه رقم حساب شده. تشکر از شما. سلامت باشین. خدا. بیننده بعدی رو بگیریم. الو سلام. سلام علیکم، بفرمایید. مسئله هست؟ در خدمتتون هستیم. ببخشید یک سوال داشتم. بفرمایید. ما شبا که خواب میبینیم دندانمون میفته، آیا این چه معنی است؟ سوالتون دوباره بفرمایید. وقتی که شبا خواب میبینیم دندانمون که خواب میفته، آیا این چه شرایطی داره؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه، خیلی ممنون استاد عزیز. سلامت باش. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال داشتم آجی، سوالش تعریف. بفرمایید. میگم کسی که بخواد نامزاد کنه با کسی، میخوام نامزاد کنم با یه دختری، مثلا میگم من 1 سال یا 6 ماه از نامزادی هم میگذره، دوباره مثلا اون طرف با دختره هم به سر میشه، اون دختر حامله میشه. یعنی عقد صورت گرفته؟ حامله شد. عقد هم صورت گرفته، یعنی پیش قاضی؟ نه هنوز من میگم برشون هنوز عقد صورت نگرفته. اون دختر 3 ماه 2 ماه حامله میشه، دوباره عقد با همون طرف جاری میشه. بله. یعنی دختره 2 ماه یا 3 ماه حامله، دوباره عقد جاری میشه. بعد که عقد جاری میشه این دوتا با هم ازدواج میکنن، زن و شوهر میشن، دوباره زن و شوهر که شدن این بچه بعد 6 ماه یا 7 ماه به دنیا میاد. آیا این بچه مشکلی داره، اشکالی داره از نظر شرعی یا؟ بله.
خب یک سوال دیگه داشتم. سوال دوم هم این که من یک نصب کردم، حیوان نصب کردم در خونه. چیکار کردین؟ بعد چند مدت مرده. حیوان نصب کردم. بله. یعنی حیوانی نصب کردم به خدا. بله. دوباره بعد چند مدت اون حیوان مرده. آیا من میتونم جاگزین کنم اون نظر خودم یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی ممنون، تشکر. سلامت باشین. تشکر میکنم بینندگان عزیز و در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم بود. و بگو این سخن حق از سوی پروردگار شماست. پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. بهار دلها. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مؤمنی که قرآن را تلاوت می کند مانند ترنجی است که بوی آن دلنشین و مزه آن نیز خوش است و مؤمنی که قرآن را تلاوت نمی کند مانند خرماست که بویی ندارد ولی مزه آن شیرین است. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي
هنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. اولین سوالی که از بینندگان عزیز گرفتیم در مورد خمس و زکات بود که بیننده خواستن که گفتن خمس و زکات به چه صورته و در کل خواستن فرق خمس با زکات بدونن. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد خمس و زکات تفاوت اصلی که وجود دارد در ثبوتشون هست که زکات دهها در واقع دلیل دارد در قرآن و یکی از ارکان اسلام هست، ارکان پنجگانه دین مبین اسلام. بنی الاسلام علی خمس شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت، که این 5 مورد جزء اصول و ارکان اسلام هستند که نماز و زکات و روزه و حج جزء ارکان عبادی دین مبین اسلام هستند و خمس هیچ گونه دلیلی را در قرآن که خمس مکاسب باشد در قرآن وجود ندارد، به استثناء یک آیه اومده، اونم در مورد خمس مال غنیمت اومده. در مورد خمس مالی که انسان کسب میکند یا درآمد هست هیچ دلیلی در قرآن و یا حدیث صحیحی در رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه نقل نشده و این زکات یک حکم کلی هست. تمام مسلمانان با تمام فرقه هایی که وجود دارند، فرقه های اسلامی زکات رو قبول دارند، اما خمسی که خمس مکاسب یا درآمد باشه یا خمسی که از حقوق گرفته می شود، این در واقع یکی از ویژگی ها و اختصاص های مذهب شیعه هست و هیچ ربطی به اسلام و اهل سنت و الجماعت به صورت کلی قرآن و احادیث رسول الله و اطرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد. اما در مورد تفاوت هایی که در این زمینه وجود دارد در میان زکات و خمس، که زکات فقط در مورد طلا هست، در مورد نقره هست و در مورد پول نقد هست و بقیه مواردی که جزء اموال و تجاره یا حیواناتی که زکات دارند، و در صورتی که خمس در تمام اموال شیعه خمس هست، چه اینکه طلا باشد، نقره باشد، یا اینکه در واقع پول نقد باشد، خانه باشد، ماشین باشد، کم باشد یا زیاد باشد، به هر صورتی در تمام اموال این خمس میگیرند از شیعیان. و تفاوت دیگری که وجود دارد این است که زکات 2.5% هست و خمس در واقع 1/5 یعنی همون 20% هست که تفاوت خیلی در واقع زیادی هست. از مسلمانان 2.5% زکات گرفته می شود، اونم از اموال مشخص، از اقلام مشخصی، اما از شیعه اضافه بر این حکم کلی اگر خود را مسلمان بدونند که باید زکات بدهند، اضافه بر این خمس را هم باید پرداخت بکنم که 1/5 یا 20% تمام اموالشون هست، نه تنها اقلامی که زکات در اونها صورت میگیرد. و فرق دیگری که در این زمینه وجود دارد، زکات یک شرایط خاصی رو دارد. اولا که در اموال مشخصی هست، نه در تمام اموال، و دوما این که در واقع باید به سقف مشخصی باید برسد، یعنی این که حداقل به 85 گرم طلا یا 20 مسقال طلا در واقع معادل این قیمت باشد، وگرنه زکاتی بر اون صورت نمیگیرد. یعنی کمتر از 20 مسقال طلا یا معادل 20 مسقال طلا به هیچ عنوان زکات ندارد. و شرط دوم این که زکات باید حتما 1 سال بر آن بگذرد. مالی که بیشتر از 20 مسقال یا بیشتر باشد 1 سال تمام بر آن بگذرد، بعد از آن در آن زکات هست و آنم 2.5%. اما در مورد خمس شیعیان هیچ گونه شرط و شروطی رو ندارن. امروز یک مالی رو شما کسب کردی، فرداش باید این خمس رو 1/5 این مال رو به در واقع مرجع خودتان بدهید. موارد مصرف کردن زکات اونگونه که در قرآن بیان شده برای فقرا و مساکین و مسافران و در راه ماندگان هست، اما مصارفی که درباره خمس هست غیر از اون مصارفی هست که خمس غنیمت رو الله متعال در قرآن کریم تعیین کرده و این خمس رو به ثروتمندان میدهند، یعنی به مراجع و علمای دینی خودشون میدهند، که خمس هیچ گونه اصلی در اسلام ندارد، خمس مکاسب و از اسلام نیست، اما زکات یکی از اصول اصلی و ارکان عبادی اسلام هست. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی گفتن که مقداری وسایل خرید کردم مثل دیگ و گاز و وقف کردم. الان اگر بخواهم که اون رو جمع بکنم آیا گناه داره یا نه؟ در موردی که ایشون این وسایل رو خریدند، اگر واقعا برایشون ممکن هست باعث دردسر نمی شود، می تواند که اینها رو جمع بکند و در جای دیگر اینها رو مصرف بکند.
یعنی وقتی که اینها رو وقف کرده به افراد و به خانواده هایی که فقیر و مسکین هستند، به اونها اگر میتواند از این موردی که از اونها سوء استفاده می شود بگیرند و در جای دیگری که در واقع فقیر هستند، مسکین هستند یا در موارد دیگر که مصرف خیر هست در اونجا مصرف بکند اولاتر و بهتر است. بله، وسایل استفاده شخصی هم که باشد باز هم یعنی اشکال ندارد. منتها اگر برایش دچار دردسر می شود و متهم می شود و در واقع برچسب می زنند بهش ضد انقلاب و ضد دین و مذهب هست و مشکلاتی برای خودش و برای خانواده‌اش ایجاد می کنند، بهتر از این مورد صرف نظر بکنند. همین که ایشون در واقع پشیمان شدند از این کار خودشون، در واقع الله متعال ایشون رو بیشتر از این مؤاخذه نخواهد کرد. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که نماز شب بعضی وقتا خواب میافتم، آیا میتونم در روز قضاشو بخونم؟ بله، نماز شب اساساً جز نمازهای واجب نیست، یک نماز در واقع سنت هست یا مستحب هست، یعنی این که یک نوع تقرب به الله متعال از غیر از نمازهای فرضی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه این کار رو انجام میدادند و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم واجب بوده و نماز شب که اون گونه که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده 8 رکعت ایشون همیشه میخوندن. اگر کسی رو الله متعال توفیق بدهد که همیشه این نماز رو بخواند، در واقع یکی فضیلت بسیار بزرگی هست و اگر کسی شب خواب افتاد بر اون واجب نیست که قضا بیاورد. اگر شب خواب افتاد و نتوانست که قیام اللیل یا نماز تهجد نماز شب بخواند، بر اون واجب نیست و فرض نیست که حتما به فردا باید قضایش را بیاورد، اما چون که اصل این نماز فرض نیست. اما اگر خواست فردا قضا بیاورد باز هم هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و اگر نماز وتر رو هم نخونده باشد و بخواد نماز وتر رو قضا بیاورد، فرداش نماز وتر رو به صورت زوج در واقع قضا بیاورد. یعنی اگر 3 رکعت نماز وتر میخونده، فردا اگر میخواد نماز وتر رو که دیشب نخونده قضاش بیاورد، به جای 3 رکعت همون 4 رکعت بخواند. این یک امر اختیاری هست و هیچ وجوبی در این زمینه وجود ندارد. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی گفتن که شب جمعه برای پدر و مادر خیرات ندهیم، آیا گناه داره یا باید خیرات دهیم؟ خیرات دادن برای مردگان هیچ زمان مشخصی رو ندارد. صدقه دادن یا خیرات دادن، ایصال ثواب کردن برای مردگان که شما برایشون دعای خیری بکنید یا اینکه یک چیزی رو صدقه بدهید، مالی رو، غذایی رو صدقه بدهید که ثوابش به مردگان شما برسد، برای این وقتی مشخص نیست و اختصاص دادن یک وقتی برای صدقه دادن از جانب مردگان یا برای دعا کردن برای مردگان یا برای زیارت قبرستان که وقتی رو مشخص بکنید که روز جمعه بروید، شب جمعه بروید، چون این چیزی صحت ندارد و صحیح نیست و این یک نوع بدعت هست. یعنی اختصاص این عبادت در یک وقت و زمان و مکان مشخص، این در واقع بدعت هست و جایز نیست. اما اگه به صورت کلی هر وقت که بخواهید شما می توانید که برای مردگان خودتون دعا بکنید یا برای زیارت قبرستان بروید یا اینکه در واقع یک غذایی رو مثلا صدقه بکنن برای مردگان یا دعا بکنن، هر وقت این کار رو بکنن در واقع جایز است. اختصاص و مشخص کردن یک زمان و مکان این بدعت است، این مورد جایز نیست. دعا کردن جایز هست، زیارت قبرستان جایز هست و صدقه دادن از مردگان جایز هست، به اتفاق ثوابش میرسد به مرده. اما تعیین وقت و زمان و مکان برای این موارد جز مواردی هست که در واقع صحیح نیست و اینا جز بدعت هست. پس بنابراین لازم نیست که حتما شب جمعه برای مرده دعا بکنیم یا اینکه برایش صدقه بدیم. هر وقتی که فرصت شد و هر وقتی که برای ما میسر شد، وقت دعا و وقت صدقه دادن و ایصال ثواب برای مردگان هست. تشکر میکنم از شما. سوال بعدی در مورد این بود، گفتن که چون موحد شدم من در خانه نماز میخونم و در جماعت در مساجد نماز نمیخونم، آیا این کار گناهه یا باید در مسجد نماز؟ بنابر تعالیم دینی که در این زمینه وجود داره و تفاوت‌هایی که در میان نماز شیعه و سنی وجود داره، تفاوت‌های اعتقادی که در میان شیعه و سنی وجود دارند، نماز خوندن پشت سر امام شیعه جایز نیست. یعنی شما ولو این که مجبور باشید که به صورت فرادا نماز بخونید در منزل، اولاتر این است که شما در منزل نماز بخونید. اما نماز جماعتی که امام جماعت شیعه هست و از نظر اعتقادی و از نظر فقهی با شما تفاوت داره، نمیتونید پشت سر چنین کسی نماز بخونید. اما اگر در خونه واقعا افراد دیگری هستند و مانند بچه‌هایشون هستند و همسرشون هست، میتونن با هم دیگر نماز جماعت بخونن، هیچ گونه اشکال نداره. ایشون امام
بشن، ولو اینکه یک نفر باشه مقتدیش، تنها همسریشون باشه یا فرزندانیشون باشن، هیچ گونه اشکال نداره، میتونن با هم دیگر نماز جماعت بخونن. ان شاء الله که الله تعالی ثواب نماز جماعت رو به ایشان و به تمامی موحدان ان شاء الله عنایت بفرمایید. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بیان بعدی از لندن بودن که سوالشون تقریبا حالت دو تا سوال داشت که اولی در مورد فاتحه خوانی بود. گفتن که وقتی شخصی فوت میکنه در مسجد فاتحه خوانی برگزاری میکنن، و دوم سوالش هم قضیهش این بود که گفتن وقتی که مردمی که فاتحه خوندن بلند میشن، شخصایی که عزادار هستن نیز بلند میشن، حکمش چیه این کار؟ تشکیل جلسه دادن برای فاتحه خوانی یا قرآن خوندن این هیچ گونه اصلی رو ندارد، در هیچ مذهبی از مذاهب اهل سنت و جماعت وجود ندارد. مردم افغانستان که حنفی هستند، چون این چیزی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز نیست، و حتی بسیاری از فقهای معاصر مذهب احناف اصلا فتوا دادند که حتی غذایی که در چنین مراسم تقسیم می شود حرام هست، در صورتی که چنین فتوایی را ما در مذاهب دیگر نداریم. یعنی این که علمای احناف در این زمینه در مبارزه با بدعات و خرافات پیشگام بودند و از تمامی مذاهب در این زمینه بسیار سخت‌تر بودند در این موارد. در واقع تشکیل یک جلسه برای خواندن قرآن، برای فاتحه خوانی، چون این چیزی نه در مسجد جایز هست و نه در خونه، و این خلاف اسلام هست و خلاف مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. برای فاتحه خوانی که هدفش دعا هست، فاتحه خوندن ثابت نیست برای میت، نه فاتحه و نه هیچ سوره دیگر از قرآن، نه فاتحه و نه قل والله. دعا خوندن برای میت ثابت هست که ما دعا بکنیم برای میت، و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل، برای برادر مردهتون طلب مغفرت بکنید، دعای خیر بکنید که در واقع این دعای خیر برای مرده در واقع میرسد. او ولد صالح یدعو له، فرزند نیکوکاری که بعد از فوت پدر و مادر برایشون دعا بکند. این رسیدن دعا ثابت هست که ثواب دعا برای مردگان قطعا میرسد. اما در مورد ثواب خواندن فاتحه یا ثواب خواندن قل هو الله احد یا جلسه ترحیم گرفتن و قرآن خوندن گرفتن برای میت، چون این چیزی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست، و همچنین ائمه و فقهای اربعه ما چنین فتوایی رو صادر نکردند. در رأس همه که در این زمینه مخالفت دارند مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از تاجیکستان سوالشون این بود، گفتن که در کشور ما نمیشه به حج برویم مگر اینکه باید رشوه پرداخت بکنیم و ربا بدیم. رشوه یک مفهومی که در مورد رشوه هست، معنی رشوه این است که شما یک مبلغی را، پولی را، یک به تعبیر امروزی مثلا هدیه‌ای را، شیرینی را، هر چیزی که اسمش را بگذارید، به یک فردی، به یک مسئولی، به کسی که کار شما در اختیار اون هست مثلا پرداخت میکنین، به خاطر این که حقی را ناحق بکند، حقی را ناحق بکند، بدین معنی که حق دیگری را میکشد، از بین میبرد، حق دیگری را پایمال میکند و حق برادر مسلمان شما را به شما میدهد. این معنی است رشوه. رشوه دادن یعنی پولی که شما به یک نفر دیگر میدهید برای اینکه به یک حقی که حق شما نیست برسید. یک چیزی که حق شما نیست شما میخواهید به آن دست پیدا بکنید، یا یک موردی که حق برادر مسلمانتون هست این حق را از برادر مسلمان بگیرید و از اون منصرف بکنید. این معنی رشوه هست. اگر بدین منظور هست و به این صورت هست پس بنابراین این جزء رشوت قرار میگیرد. اما این که شما بخواهید که به حق شرعی و قانونی خودتان برسید، این که انسان به حج برود، این یک حق شرعی و قانونی هست که همه من و شما، اون کسانی که حج بر اونها واجب هست، باید به حج بروند. این که مثلا من مجوز فلان کاری رو که مثلا من دارم برای یک ساختمانی هست، یک کار بنایی هست، یا هر موردی حق من هست، هیچ گونه مشکلی رو من در این زمینه ندارم. اما اون کسی که در واقع این کار رو به اون سپردند انسان رشوه خواری هست، میگه تا زمانی که مبلغ پولی رو به من ندهید من این کار شما رو انجام نمیدم. این کار یک کار شرعی و قانونی هست، یعنی این گونه نیست که شما حق دیگری رو طلب بکنید. در این صورت اگر شما برای این که حق خودتان را بگیرید، اگر برای این رشوه بدهید، این رشوه حساب نمی شود. یعنی برای گیرنده رشوه هست، اما از جانب شما که می دهید برای اینکه حق خودتان را بگیرید، این در واقع رشوه نیست، گناهی هم برگردن شما نیست و گناهش صرفاً از برگردن اون کسی هست که این مبلغ را دریافت کرده. پس بنابراین رشوه دادن برای تصاحب حق دیگران یا هدر دادن حق دیگران این رشوه هست و حرام
هست. رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دوتا مشمول این گناه هستند. اما پول دادن برای این که شما به حق قانونی خودتان برسید، این جزء تعریف رشوه حساب نمی شود و در این زمینه فقط گیرنده گناهکار هست و اون کسی که این پول را داده گناهکار نیست و معنی رشوه برای این کسی که پول را داده هم اطلاق نمی شود. جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی گفتن که در ایران یک شخص اهل افغانستان فوت کرده ولی مسئولین ایران به او اجازه دفن در ایران را نمیدن. چیکار؟ بله. این متاسفانه قوانین ضد اسلامی هست که در ایران افغانی ها رو حتی نمیگذارند که نماز بخونند، چه برسد به این که تکه زمینی رو به اونها اختصاص بدند که مردگان خودشون رو دفن بکنند. از نظر اسلامی انسان مسلمان در هر جایی که فوت کرد حق دارد که در آنجا در واقع دفن بشود و هیچ حکومتی و هیچ رئیس قبیله‌ای و هیچ ریش سفیدی حق ندارد که مسلمانی رو از این مورد در واقع حقش رو از محروم بکند از این حق و چون این کاری در واقع ظلم و جنایتی شمرده میشه. جزاکم الله خیر. سوال بعدی خود بیننده بود، گفتن که چیزی را به نام شاخ در پشت شانه یا سر میگذارن و خون را از اون مکان میگیرن، آیا از نظر شرعی جایزه؟ بله، شاخ گرفتن هست یا همون به تعبیر شرعی که در این زمینه وجود دارد حجامت هست، یعنی گرفتن خون فاسد بدن، بیرون کردن خون فاسد بدن که به صورت حجامت صورت میگیرد، یعنی یک رگی رو در اوقات مشخصی و زمان مشخصی رو داره که اون کسانی که تجربه دارند در واقع خونی رو که تجمع میکند و جمع میشه در یک مرکزی از بدن، اونو در واقع با تیغ وقتی که میشه تا اینکه این خون زاید و خون فاسد در واقع خارج بشود و از نظر طب سنتی این موارد خیلی زیادی هست و روایاتی در این زمینه وجود دارد که این عمل را تایید کرده و خود همین خون گرفتنی که امروز وجود داره هم یک مقداری در واقع تاثیرات این حجامت را در اندازه‌ای دارد و اما از نظر حکم شرعی این حکمی هست که کاملا جایز و مباح است، زیرا که در روایات متعددی ما داریم در صحیح بخاری و صحیح مسلم و بقیه کتاب‌ها از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مثلا روایت شده که احتجم النبی صلی الله علیه و سلم فی رأسه و هو محرم، یا در روایت دیگری اومده که در راه مکه بودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سر یا در پا یا در بقیه مناطق بدن ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که حجامت کردند، پس بنابراین خود این عمل دلیل بر جواز این عمل در واقع است. بله، جزاکم الله خیر. آقا حسین از روسیه که بیننده همیشگی ما هستن، سوالشون در مورد شراکت بود. گفتن که شخصی مثلا $10,000 پول میدهد و میگوید که با هم شریک میشویم در یک کاری 50-50. حالا این حالت آیا شراکت حساب میشه یا مضاربه و اگر پول تلف شود آیا صاحب پول میتواند ادعای مالش بکنه کامل؟ در مضاربه ما 3 شرط اساسی داریم برای جواز مضاربه. مضاربه از ماده ضرب گرفته شده. ضرب به معنی رفتن در زمین هست، مسافرت و حرکت در زمین هست. مضاربه یعنی این که یک فردی پول دارد و احیانا کار بلد نیست یا موقعیت کار ندارد، یک فرد دیگر موقعیت کار دارد اما در سرمایه ندارد. اون کسی که سرمایه دارد سرمایه خودش را به کسی که خبره هست در تجارت این سرمایه‌اش رو میدهد تا اینکه کار بکند برای این فرد و متقابلا اینها در فایده با هم دیگر شریک باشند. این عمل یعنی این که پول از یک طرف باشد و کار از یک طرف دیگر باشد، این رو از نظر شرعی میگن مضاربه، یعنی بیع و معامله‌ای که اسمش هست مضاربه. یک فردی پول میدهد، فرد دوم میرود کار بکند و این در صحتش ما 3 تا شرط داریم. اگر این 3 شرط وجود داشتند پس بنابراین این مضاربه شرعی هست و این عقد یک عقد در واقع صحیح هست. اولین مورد این که اون موردی که برای عمل مشخص شده که فلان کار رو انجام میدیم این کار باید یک کار حلالی باشه. این گونه نباشد که یک فردی پول میدهد که فرد دیگر مثلا برود که شرابخانه‌ای باز بکند. این عمل از نظر شرعی اساساً ناجایز هست. یا این که مثلا یک کار ربوی انجام بدهد، این کارهای ناجایز در اینها مضاربه کردن درست نیست. اولین شرطش این است که این کار مباحی باشه، کاری باشد از نظر شرعی جایز باشه، مانند همین موردی که ایشون اشاره کردن ساختمان سازی باشد یا تجارت و موارد دیگر. اولین شرط این است. دوم این که به هیچ عنوان اصل رأس المال تضمین نشده باشد. اصل رأس المال تضمین نشده باشد، یعنی شمایی که پول رو از اون صاحب پول میگیرید به هیچ عنوان تضمین نکنید که در هر صورت من در واقع پول شما رو به شما برمیگردانم.
پول شما در هر صورت تضمین هست، من به شما برمیگردانم، به شما تضمین میدم که در این زمینه شما هیچ گونه ضرری رو نداشته باشید، چون این شرطی در میان وجود نداشته باشد. اگر شرط هم وجود داشته باشد این شرط باطلی هست، این شرط باطلی هست، به این معنی که من به شما یک پولی رو دادم بروید برای کار و تجارت و اینجا شرط کردیم که من در هیچ صورت در ضرر شریک نیستم. فردا که شما رفتی تجارت کردی، اگر ضرر کردی از نظر قانونی و شرعی من در ضرر شریک هستم، همون گونه که شما هم در واقع شریک هستید. و شرط سوم این است که درصد کاملا مشخص باشد، درصد با هم دیگه کاملا باید مشخص باشه. مثلا نصف فایده مال اون کسی که کار میکند، این نصف فایده مال در واقع اون کسی که پول را داده و این درصد سود و زیان هر دوتا باید مشخص باشه. با این شرایط این مضاربه درست است. اصل معامله مباح باشه، جایز باشه، تضمینی برای عدم ضرر وجود نداشته باشه که شرط بکنن که به هیچ عنوان صاحب مال متضرر نشوند. شرط سوم این است که هر دو نفر در سود و زیان با هم شریک باشند و درصد کاملا در این زمینه مشخص باشد و این گونه نباشد که مثلا بگویند که رفتم ما میرویم تجارت میکنیم که از این سودی که یعنی مشخص بکنند که بین اندازه سود بدهد به صاحب مال، مثلا که بگوید که در هر ماهی در مقابل این تجارت که انجام دادین به طور مثال $1000 یا کمتر و بیشتر به من بده، اگر چیزی باقی ماند مال شما باشه. این درست نیست این گونه. اگر این گونه باشد من به شما پول میدهم که این پول رو بردار برو مثلا یک کار تجارتی رو انجام بده، من ماهانه از شما $1000 میخوام، کاری به این ندارم که شما $1000 فایده کردید یا کمتر بوده یا بیشتر بوده. این نوع معامله درست نیست و این مضاربه نیست. مضاربه این است که مشخص بکنیم من به شما پولی رو میدم برای کار و مشخص میکنیم که هر فایده‌ای که گیر اومد در هر سطح و هر حدی بود نصفش مال شما، نصفش مال من، یا 2/3 مال یکی باشه، 1/3 مال کسی دیگر باشه. یعنی درصد باید مشخص باشه. در این صورت این معامله صحیحی است و مضاربه شرعی شمرده میشه. جزاکم الله خیر. سال بعدی در مورد احتکار بود، گفتن که مردی کالا رو خریداری میکنه مثلا در زمستان و در بهار آن رو میفروشه، آیا احتکار محسوب میشه؟ احتکار معنیش این است که یک فردی در یک جایی مثلا یک آذوقه‌ای رو یا هر چیزی که باشد که جزء مصارف اصلی مردم هست، نیازهای و اقلام اصلی هست، اینو احتکار میکند. یعنی این که با وجود این که در بازار نیاز مبرم وجود داره، این جنس در واقع در بازار یافت نمیشود، این فردی که این جنس رو در اختیار دارد این اجناس رو خریده و به هیچ عنوان اینها رو نمیفروشد، به خاطر این که در واقع اجناسی که در بازار وجود دارند از بین بروند یا کم بشوند، در بازار این جنس وجود نداشته باشد، بعدا این را بفروشد که در این زمینه در واقع مردم ضرر میکنند. این معنی احتکار هست و چون این چیزی جایز نیست که مردم سوء استفاده بکنند، یعنی تجار سوء استفاده بکنند، اموال و اقلام اساسی زندگی را احتکار بکنند، نگه دارند، به مردم نفروشند تا اینکه مردم مجبور بشوند با چند برابر قیمت اینو بخرند. اما این که از یک شهری مثلا یک موادی رو خریداری میکنند به شهر دیگر میبرند در فصل دیگر که در اونجا نیاز بیشتر هست، یعنی که نیاز مردم در اون زمان بیشتر می شود. این گونه نیست که در بازار این جنس فعلا وجود نداشته باشد. فعلا در بازار این جنس وجود دارد، مردم هیچ گونه مشکلی رو ندارند، منتها به طور مثال در زمستان نیاز مردم و تقاضا بیشتر می شود. این جزء موارد احتکار شمرده نمی شود و این عمل جایز است. یعنی این که جنسی رو شما الان می خرید و این رو می برید به یک شهر دیگر که در اونجا مردم بیشتر نیاز دارند، یا اینو میگذارید در یک زمانی که تقاضا بیشتر می شود، این جزء مفهوم احتکار شمرده نمی شود و این عمل جایز است. اما در صورتی که مردم نیاز مبرم داشته باشند و در بازار این جنس وجود نداشته باشند، این معنی همون احتکار هست و احتکار در این صورت جایز نیست. بله، سپاسگزارم از شما. سوال بعدی در مورد این بود که گفتن شخصی همیشه تجارت میکنن، در کار تجارت است، ولی بعضی موقع جنسی رو میخره ولی پول در دستش نیست، از کسی دیگه پول رو میگیره و اون شخص به او میگوید که من این جنس رو انگار که خودش میخره و به تو، یعنی به اون شخص دیگه میفروشه، ولی به شرط اینکه بعد از چند ماه پول رو به اون بر بگردونه. آیا این کار درسته یا نه؟ در صورتی که کسی از این همون مسئله قرض هست، قرض هست که از یک طرف در واقع پولی رو دریافت کرده که بعد از 4 ماه یا 5 ماه این قرض رو دوباره بازگردانند.
صرف نظر از این که این پولی رو که دریافت کرده میخواد چه کار بکند، در مورد تجارت باشد یا اینکه یک نیاز دیگری داشته باشد، اون پولی رو که شما دریافت کردید یا شما دادید به کسی دیگر به عنوان قرض، این قرض اساساً جزء عقود و جزء در واقع مواردی هست، یک نوع احسان هست. شما به خاطر احسانی بر دیگری، به خاطر اینکه مشکلش حل بشود، در واقع این قرض را، این مال رو در اختیار اون قرار دادید و به هیچ عنوان شما اجازه ندارید که بیشتر از اون مال طلب بکنید. اگر $1000 به عنوان قرض دادید، بعد از 1 ماه، بعد از 1 سال، بعد از 10 سال فقط همون $1000 رو میتونید دوباره پس بگیرید. هر گونه که بیشتر باشد یا کمتر باشد، این در واقع جز همون موارد ربا هست و این چنین چیزی جایز نیست. یعنی دقیقاً همون مقداری رو که از کسی قرض گرفته، همون مقدار رو دوباره باید بازگرداند. کمتر و بیشتر باشد جز ربا هست و ربا در هر صورتی که و به هر گونه‌ای که باشد جایز نیست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی در مورد این بود که بعضی موقع در بعضی مناطق شایع میشه که زن و مردی با هم ارتباط نامشروعی دارن، در حالی که نظر شرعی سر نشده. یک بخش دیگری در سوالشون بودند که خریداری قبلی بله، که یک مالی رو خریداری میکند از یک فردی، بهش پولی رو میدهد که به نیابت از این صاحب پول، وکالت از این صاحب پول برود یک جنسی رو خریداری میکند و بعد از مدتی خود وکیل دوباره این جنس را میخرد. در اینجا دو صورت وجود دارد. یکی این که اون وکیل میرود و این مال را برای صاحب مال میخرد، اون جنسی را که قرار بوده بخرد به نیت صاحب پول و صاحب اصلی مال این معامله رو در واقع انجام میدهد و این رو بهش تحویل میدهد. این مال را دوباره به اون کسی که از اون وکالت گرفته، یعنی به موکل خود، این رو دوباره تحویل میدهد و بعد از 4 ماه دوباره این مال رو از اون خرید میکند. این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. من به شما وکالت دادم که برای یک چیزی رو برای من خرید بکنید، رفتید خرید کردید و من اون مال رو دریافت کردم، این در ملکیت من داخل شده، قبض صورت گرفته و بعد از چند ماه شما میایید همون مالی رو که خودتون خریده بودید من دوباره اون رو به شما میفروشم. این اشکال شرعی ندارد. اما اگر در این زمینه قبضی صورت نگرفته باشد، این اشکال شرعی دارد. یعنی این که شما رفتید به وکالت از یک فردی یک ماشینی رو، یک هر چیز دیگری رو خریداری کردید، قبل از این که این مال را به صاحب مال، یعنی به موکل خودتون تحویل بدهید و اون موکل اینو قبض بکند، دوباره یک معامله دیگری انجام میگیرد. یعنی یک معامله شما انجام دادید با یک فرد دیگر، همین جنس هست و قبل از این که این جنس را به اون کسی که این مال را خریده تحویل بدهید، دوباره شما این جنس را از اون صاحب دومش دوباره خریداری میکنید. این همون مورد بیعتن فی بیعه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مورد نهی کردند. پس بنابراین اگر این مالی رو که وکیل خریده به موکل خودش تحویل بدهد، قبض صورت بگیرد، دوباره بخرد، اشکال شرعی ندارد که با همون قیمت بخرد یا بیشتر بخرد. اما در صورتی که این مال رو خریده قبل از این که این را به موکل تحویل بدهد، دوباره خودش یک معامله دیگر انجام میدهد و این مال رو از موکل میخرد، این صورت اشکال داره و بیعتین، یعنی دو معامله در یک معامله هست که این از نظر شرعی اشکال داره و نباید اینو انجام بده. جزاکم الله خیر. و سوال بعدی در مورد ارتباط نامشروعی که شایع میشه که بین دو نفر رخ داده اما از نظر شرعی ثابت نشده، آیا مردم اجازه دارن که وارد این مسئله بشن؟ به هیچ عنوان. در موردی که شایع می شود که در یکی آبرویی که خانواده مسلمان، برادر و خواهر مسلمانی در واقع زیر سوال می رود، اهم از این که این شایع در مورد حیثیت و آبرو و ناموس یک فرد باشه یا در موارد دیگری باشد. الله متعال در سوره نور در این زمینه احکامی رو کاملا برای ما مشخص کرده. لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. این یک اصل هست برای ما، یعنی این که شما نسبت به برادران و خواهران خودتون باید حسن ظن داشته باشید. ظنوا بالمؤمنین خیرا، که به برادران مؤمن خودتون و به خواهران مؤمنه خودتون و به همسایگان خودتون باید ظن خیر داشته باشید و بدگمانی در واقع یکی از گناهان کبیره هست که در واقع الله متعال در آیات قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو کاملا نهی کرده. پس بنابراین در مرحله اول شما باید ولو این که واقعیت داشته باشد، ولو این که امکان داشته باشد که واقعیت داشته باشد، احتمال برود که چون این کاری صورت گرفته باشد،
شما نباید شایعه پراکنی بکنید، نباید این را در واقع به سر زبانها بگردانید و به دیگران منتقل بکنید و وظیفه بعدی شما این است که در مرحله اول باید دفاع بکنید، ولو اینکه احتمال وجود داشته باشه اون فردی که بهش تهمت زدن شاید همین کاری هم باشه، اما شما به عنوان یک مسلمان اساساً باید حسن ظن داشته باشید و بگید که هذا افک مبین، چون این چیزی وجود نداره، زیرا این یک نوع در واقع ترویج فحشا در جامعه هست. پس بنابراین بدگمان شدن به برادران مسلمان به هیچ عنوان در واقع جایز نیست و به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم این اکذب الحدیث است و اون کسانی که این شایعه رو ولو این که حقیقت داشته باشد چون این عملی رو انجام صورت گرفته باشد، اون کسانی که این خبر را پخش میکنن این در واقع گناهکار هستند ولو این که انجام شده باشد، و در صورتی که انجام نشده باشد یک گناه کاملا بزرگتری هست که در واقع یک افک و یک بهتانی هست که به یک برادر مسلمان زدن. و در روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که یک حرفی رو گاهی وقتی انسان میدهد که یتکلم بالکلمه لا یلقی لها بالا، یک حرفی رو میزند که از دیدگاه خودش هیچ اهمیتی رو نداره، یک پیام بهش اومده این پیام رو دوباره در واقع به فرد دیگری میفرستد، به خاطر همین یک فردی که همین یک کلمه‌ای رو که انجام داده، همین یک حرفی رو که زده و احیانا میخواسته شوخی بکند یا منظوری رو هم در این زمینه نداشته، به خاطر همین یک کلمه الله متعال اون در آتش جهنم میاندازد. و احیانا یک کلمه خیری رو میگوید، یک حرف خیری رو که جلوی شاعر رو انسان میگیرد، این و فکر میکند که در واقع این چندان اهمیتی ندارد، یک شایعه بهش رسیده که میگه نه بابا این شایعه هست قبول نکنید، به برادران مسلمانتون بدگمان نشوید، همین یک حرف سبب میشود که درجات انسان در روز قیامت در واقع بالا برود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا گرفتن وام و قرض از بانکی که سود دارد برای ساختن مسجد درسته یا نه؟ نه، به هیچ عنوان قرض گرفتن از بانکی که در مقابل این قرضی که به ما داده از ما سود طلب می‌کند و این رو ما در واقع اساساً جایز نیست، صرف نظر که این مال رو ما کجا مصرف بکنیم. تفاوتی نداره که سودی رو که شما گرفتید به فقرا بدهید یا به نیت بنای مسجد باشه یا به نیت در واقع صدقه دادن باشه یا هر موردی که باشه، یا این که خودتان استفاده بکنید، خودتان جزء خوراکتون غذایتون باشه، یا این که با آن خونه بسازید، یا این که با آن ماشین بخرید. که بسیاری این توجیه میکنند که ما ربا رو میگیریم و ربا رو نمیخوریم، ربا رو در واقع در مصارف دیگر مصرف میکنیم. گرفتن ربا هر چیزی که باشد و در هر جایی که مصرف بکنید، این شما در واقع ربا گرفتید و این یک گناه بسیار سنگینی هست و محاربه و جنگ با الله و رسول هست. پس بنابراین ربا گرفتن به نیت ساختن مسجد جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از آلمان بودن، گفتن که شخصی مریضه و نمیتونه روزه بگیره، به خاطر همین کفاره روزه رو میده و پول رو به کشور خودش که منطقهشون فقیره میفرسته. آیا میتونه این پول رو بفرسته برای کسانی که مصرف خونهشون و خرج خونه رو بکنن؟ بله، از نظر شرعی اشکال نداره و خصوصا در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در واقع ایشون فرمودن بیننده‌مون که در افغانستان هستن، این پول رو در افغانستان میفرستند. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فدیه را به عنوان پول نقد دادن هیچ گونه اشکال نداره و کاملا جایز هست و این پولی را که به عنوان فدیه روزه شما میدهید جایز هست اون کسی که این که به عنوان پول بدهید به عنوان قضا نباشه و اون فردی که نیازمند هست در هر موردی که نیاز دارد میتواند این رو کاملا مصرف بکند. منتها اگر این روزه رو که یعنی روزه ماه مبارک رمضان هست که هنوز نیومده، یعنی هنوز رمضان نیومده، الان میخواد فدیه بدهد، چون این فدیه جایز نیست. اگر فدیه رمضان قبلی هست این اشکال نداره، قبل از این که رمضان بیاید فدیه دادن برای رمضان در واقع جایز نیست و انسان باید صبر بکند. در وقتی که رمضان اومد اگر توانست روزه بگیرد که اولاتر هست و بهتر است باید روزه بگیرد. اگر بعد از رمضان یا در ماه مبارک رمضان نتوانست روزه بگیرد، بعد از رمضان میتواند که فدیه بدهد. بله، جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که اگر کسی بمیرد در روز قیامت آیا با اقربا و خویشاوندانش هست یا نه و کلا به چه صورت زندگی در اونجا؟ بله، زمانی که
اگر تمامی اقربا اهل بهشت باشند که الله متعال انشاءالله تمامی مسلمانان رو و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند رو اهل بهشت بگرداند و از آتش جهنم انشاءالله همه ما رو نجات بدهد. کسانی که در دنیا اهل توحید بودند و اهل معرفت الله متعال هستند و انسانهای ملتزمی هستند، الله متعال انشاءالله در آخرت اگر با حسن خاتمه ببینند، اگر با ایمان از دنیا بروند، قطعا الله متعال اونها را به بهشت خواهد برد. یعنی این که اگر گناهی رو انجام داده باشند به اندازه گناهان مجازات میشوند و در آتش جهنم میافتند، اما نهایتا چون که اهل توحید هستند و از شرک دوری کرده بودند، الله متعال اونها را به بهشت خواهد برد و امیدوار هستیم که الله متعال تمامی مسلمانان را در روز قیامت و با تمامی خویشاوندانشون در بهشت برین خود ان شاء الله جای بدهد. آمین. جزاکم الله خیر. و سوال بعدی بینندم که اهل هرات بودن و چندین بار بالاخره سوال پرسیدیم تا موفق شدیم چیزایی رو بفهمیم. گفتن که در هرات زمین و مغازه‌ای دارم که استفاده نمی کنم، آیا این زمین ها پول یعنی زکات داره یا نه؟ و دوباره هم گفتن که یک زمین های یا جا خونه هایی را اجار دادم و یا گرو دادم که آیا از پول آن زکات داره یا نه؟ در مورد زکات زمین و املاک به تعبیر غیر منقول، زمینه ها و خونه هایی که به نیت تجارت خریداری شده، زمین و املاکی که به نیت تجارت خریداری شده، یک فرد اینها رو خریده یا ساخته که اینها رو در واقع بفروشد و هدفش فروختن این زمین هست، اینها جز اموال تجاره محسوب می شوند و زکات دارند و 2.5% از کل قیمت اینها در صورتی که 1 سال از زمان ملکیت بگذرد. 1 سال از زمان ملکیت به نیت تجارت اگر بگذرد، اینها در واقع زکات دارند و زکاتشون 2.5% است. اما منزلی که برای سکونت شخصی هست، منزلی که انسان خودش در آن سکونت دارد، ولو اینکه میلیاردها هم ارزش داشته باشد، چون که برای سکونت شخصی خودش هست، هیچ گونه زکاتی را ندارد. خانه ای که اضافه بر نیازش هست، احیانا 2 تا خانه دارد و به پدر و مادرش داده، در اون سکونت میکنند، فرزندانش در اون سکونت میکنند، این خانه در صورتی که برای تجارت نباشد، در صورتی که برای تجارت نیست، این مورد باز هم در واقع زکات ندارد. خونه ها و مزرعه هایی که برای اجاره هست، یعنی اینو گرفته، این خونه رو ساخته یا خریده صرفا برای این که اینو اجاره بدهد و یک امرار معاش بکنه در این زمینه و با این کرایه و اجاره‌ای که میگیرد یا به تعبیرشون که اینو رهن داده این خونه رو، در اصل خانه رهنی زکات نیست. در اصل خانه و مغازه‌ای که شما اون رو به دیگران اجاره دادید، این هیچ گونه زکاتی رو نداره. اما اون درآمدی که شما دریافت میکنید، یعنی پولی رو که شما میگیرید به عنوان کرایه و اجاره، در صورتی که به اندازه به قیمت 20 مثقال طلا برسد و 1 سال بر آن بگذرد، اون در واقع زکات دارد. اما خود خونه‌ای که شما در آن سکونت کردید یا یک خونه اضافی دارید برای خودتون یا خونه‌ای که برای اجاره دادید، این خونه ها در واقع زکات نداره. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که آیا جمع کردن نمازها به خاطر مشغله کاری امکان دارد یا نه؟ اساسا نماز رو انسان باید سر وقت بخواند. 5 وقتی رو که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا تبیین کردند و عملا در طول زندگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و صحابه بر این اوقات نماز می‌خوندند. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ما باید هر نمازی رو سر وقت خودش بخونیم. این یک اصل هست. و در زمینه‌های رخصت وجود دارد. یک اصل ما داریم، یعنی حکم قطعی و اساسی و همیشگی هست، و یک رخصت دیگر وجود داریم، یعنی یک حکمی که حکم استثنایی است. در حالات استثنایی انسان میتواند که نماز را به صورت جمع بخواند. یعنی در مورد سفر انسان وقتی که به مسافرت میرود میتواند که 2 نماز رو در یک وقت بخواند، نماز ظهر و عصر رو یک جا بخواند و نماز مغرب و عشا رو یک جا بخواند در صورتی که مسافر هست. و در صورتی که شخصی بیمار هست میتواند نماز رو در واقع جمع بخواند. در صورتی که خوفی وجود دارد، یعنی ترس دشمن باشد، میتواند نماز رو جمع بخواند. در صورتی که باران باشد و میسر نباشد که هر وقت نماز بروند مثلا برای مسجد، میتوانند که در این زمینه هم نماز رو در واقع جمع بکنند. اینها جزء عذرهایی هست که در شریعت اسلامی کاملا مشخص شده. و یکی از عذرهایی که میشود به آن فتوا داد، خصوصا در بنابر مذهب امام شافعی و امام مالک رحمت الله علیه، همین مشغله کاری هست.
عرض کردم در صورتی که امکان پذیر باشد باید نماز رو سر وقتش بخونند. اما در صورتی که امکان پذیر نبود برای شما که در محل کارتان نماز بخونید یا اینکه در مسیر بودید و نمیتوانستید که نماز بخونید و وقت نماز فرا رسیده بود، میتوانید که نماز رو در واقع جمع بکنید. و بسیاری از فقها مانند فقهای شوافع به این فتوا دادن و در این زمینه روایتی هم هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه جمع کردند فی غیر خوف ولا مطر، بدون از خوف و بدون از مطر. از این روایت مشخص می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی در ادامه این روایت که از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سوال شد که چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام دادند، یعنی این که در مدینه بدون از خوف و بدون از مطر جمع کردند، بدون اینکه مسافر باشند، در خود شهر مدینه بودند. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمودند که لا یحرج امته، تا اینکه امت خودش رو در تنگنا قرار ندهد. یعنی این که عذرهایی که می شود با آن نماز را جمع کرد، عذرهای دیگری هم وجود دارد، غیر از خوف و غیر از مطر و غیر از سفر هم عذرهای دیگری وجود دارد، مانند این که انسان در واقع مشغله کاری خیلی زیادی داشته باشد، در صورتی که ممکن نباشد که نماز را سر وقت بخواند، بنابر فتوای امام شافعی و خصوصا مالکی ها در این زمینه فتوا دادند که این هم اشکال نداره و جز عذرهای شرعی محسوب هست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که آیا خیرات و صدقه به مرده میرسد یا نه؟ بله، قطعا خیرات و صدقاتی که برای مرده میدهند از جانب ورثه‌اش، از جانب چه از ورثه باشه خویشاوندان باشه، چه از جانب غیر خویشاوندان باشه، صدقه ای رو و اموال صدقات مالی رو یا دعایی رو که برای مرده میکنند یا صدقه جاری رو که برای مردگان ایجاد میکنند، به اتفاق تمام علما و تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت ثوابش به مردگان ان شاء الله خواهد رسید. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که آیا جشن مولود برای رسول الله گرفتن درسته یا نه؟ نه، جشن مولود هیچ گونه اصل دینی رو نداره، نه رسول الله اینو انجام داده، نه صحابه انجام دادن و نه اهل بیت ما انجام دادن. هیچ کسی از صحابه و اهل بیت و قبلا شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم و از ائمه محدثین اهل سنت و الجماعت به چنین چیزی معتقد نیستند. ما اینو قبول داریم که بسیار از مسلمانان قطعا باید محبت داشته باشیم ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما نشانه محبت با الله متعال اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم است و نشانه محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد ما ارزش داشته باشند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عملی رو انجام ندادند، یعنی عملی رو برای ما مشروع نکردند، نه رسول الله انجام داده، نه صحابه انجام دادند، نه ائمه ما انجام دادند، نه محدثین ما انجام دادند، خب اونها محبتشون با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر بوده، چرا این عمل رو انجام ندادند؟ و این معلوم می شود که به بهانه محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم ما اجازه نداریم که خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بدیم. در هیچ مذهبی از مذاهب اهل سنت و الجماعت و از هیچی که از اصحاب و اهل بیت رسول الله و ائمه اهل سنت و الجماعت، فقها و محدثین اهل سنت و الجماعت چنین فتوایی صادر نشده. اون کسانی که این عمل را انجام میدهند یک گروهی هستند که در واقع به بهانه تصوف یا به بهانه محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل رو انجام میدن و خودشون هم قبول دارند که این عمل بدعت هست. بدعت یعنی یک کاری که ما به خاطر انجام آن امید ثواب داشته باشیم و این کار رو رسول الله و صحابه انجام نداشته باشند، این قطعا بدعت هست و چنین موردی به هیچ عنوان جایز نیست. اما در هنگام مثلا ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر خطیب جمعه مثلا موضوع سخنش در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، این اشکال شرعی وجود نداره. میتونیم در مورد سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع ما صحبت بکنیم، اما جشن گرفتن و مراسم دیگری که انجام میدهند و از این جشن گرفتن امید تقرب و ثواب دارند، چون این چیزی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که کدام لفظ افضلتر از گفتن الصلاة و السلام علیک یا رسول الله یا گفتن الصلاة و السلام علی رسول الله؟ بهترین لفظ دعا و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم همون درودی هست که ما در نماز بخونیم، یا همون درود ابراهیم، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. این برترین و مهمترین صیغه و عبارتی هست که برای درود گفتن در واقع ثابت شده. خود همین که السلام
السلام علیک یا رسول الله یا السلام علی رسول الله، خودش به این لفظ به صورت دقیق، اون لفظی که من عرض کردم اون دقیق تر هست و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده و از میان این دو لفظ السلام علی رسول الله اولاتر و بهتر هست به جای السلام علیک یا رسول الله، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فعلا زنده نیستن و خطابی که در نماز ما میگوییم اون خطاب یک خطاب تعبدی هست، یک خطاب تعبدی هست، یک موردی هست که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع بیان شده و ما عبادات رو نمیتوانیم قیاس بکنیم در این موارد، چون که در نماز با این صیغه اومده نمیتونیم که بگوییم الصلاة و السلام علیک یا رسول الله و این رأی جمهور اهل سنت و الجماعت هست و حتی از حضرت انس رضی الله تعالی عنه هم در این زمینه روایتی هست که میگه ما بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتیم السلام علی رسول الله، السلام علیک در واقع نمی گفت. بله، جزاکم الله خیر. زمان اون کمه و تقریبا 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بنابراین برای 2 تا سوال پرسیدن که 2 تا حدیث، یعنی که اولی در مورد حدیث قرن شیطان از گفتن آیا درسته یا نه و دومی هم که آیا حدیث درسته که رسول الله به حضرت معاویه گفتن هرگز سیر نخواهد شد. خود جریان زندگی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نشانگر دروغ بودن این حدیث است، چون این حدیثی وجود نداره و قطعا دروغ هست و تاریخ و حتی دشمنان حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هم اینو قبول دارند که حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه گرسنگی نکشید، این که الله متعال سیر نکنه چون این چیزی اتفاق نیفتاد، بلکه ایشون خلیفه مقتدری بودند، خدمات بسیار زیادی رو انجام دادند و هم از نظر مادی و هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی ایشون واقعا یک فرمانروا و یک پادشاه بسیار قدرتمندی بودند و قطعا این روایت جعلی و ساختگی هست. اما در مورد این که رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره کردند به طرف مشرق که بلا و فتنه از طرف مشرق به وجود میاد، این روایت صحیح هست و بلای و فتنه رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره کردند از مسجد نبی وقتی نشسته بودند به طرف مشرق، اون بلایی بوده که در واقع در چندین مورد این اتفاق افتاده و اولین موردش همون جریان ارتداد هست و جریان متنبئین و پیامبران دروغگویین هست که از طرف شرق مدینه در واقع به وجود آمد و بعد از این در شرق مدینه که عراق هست و فتنه هایی که در اونجا ایجاد شد که جریان قتل و شهادت حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، این در واقع یک پیشینگویی هست از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم و موردش این مواردی هست که من عرض کردم. بله، جزاکم الله خیر. بنده بعدی گفتن که در تاجیکستان شخصی استدلال کرده از کتاب نهج البلاغه و گفته حضرت علی فرمودن که بدون شاهد طلاق درست نیست. آیا درست یا نه؟ در این زمینه اجماع فقهای اهل سنت و الجماعت این است که شاهد گرفتن در طلاق این شرط برای اثبات طلاق یا برای صحت طلاق نیست. طلاق دادن حق مرد هست، وقتی که مرد این طلاق رو صادر بکنه طلاق در واقع شده، اما برای اثبات طلاق و برای در واقع مطمئن شدن که در اینجا اختلافی صورت نگیرد شاهد گرفتن در واقع سنت هست، جایز هست که شاهد بگیرد، اما معنیش این نیست که اگر کسی بدون شاهد طلاق داد طلاقش واقع نباشد و این اجماع اهل سنت و جماعت است. سپاسگزارم از شما. آقا امیر از هلند گفتن که شخصی رو دیدم که از بانک پول گرفته، بانکی که سود میده و وقتی که گفتن این کار درست نیست گفته گر ضرورت بود دوا بود. این حرفشون درست؟ این که گر ضرورت بود دوا بود این در واقع یکی از اصول فقهی هست که از ضرورات تبیح المحظورات یا به تعبیر دیگر از ضرورت تتقدر به قدر ضروره، که در صورت نیاز احکام در واقع اصلی در واقع چه بسا که تغییر پیدا بکنن، مانند این که کسی از این که به خاطر نجات خودش ترس از مرگ، به خاطر نجات از مرگ میتواند گوشت مردار یا حتی گوشت خوک را هم در واقع تغذیه بکند، این در هنگام ضرورت است، یعنی برای نجات دادن جان خود. اما گرفتن ربا و در واقع مصرف کردن این ربا برای زندگی یا برای موارد رفاهی این به هیچ عنوان جزء ضرورات نیست و جالب است که برای چنین افرادی ما مقایسه بکنیم در مورد ربا و در مورد بقیه مواردی که هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت غسیل الملائکه هست که در این زمینه امام احمد رحمت الله علیه نقلش کرده که ایشان میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند درهم یاکله الرجل من و هو یعلم
اشد من 36 زنیه، که 1 درهم ربایی که انسان در واقع اون را بخورد گناهش بیشتر از 36 مرتبه زنا هم بیشتر است. یا در برخی از روایات اومده زنای با مادر این در واقع مقایسه شده. آیا می شود به خاطر ضرورت با مادر زنا کرد، یا مثلا به خاطر اینکه ازدواج میسر نیست کسی بره و زنا بکند؟ چون این ضرورتی رو کسی توجیه نکرده و ضرورت خوردن ربا یک چیزی فراتر از این هست، گناهش بسیار بیشتر است. پس بنابراین این یک توجیه است که هیچ گونه مستند شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی این است که آیا نسب بچه‌ای که قبل از عقد شرعی حامله شده باشه، زن حامله شده، آیا نسب بچه ثابت میشه؟ اگر واقعا نکاحی صورت گرفته باشد، ایجاب و قبولی صورت گرفته باشد، در این زمینه هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد و این هم زن و شوهر هم دیگر هستند. اما اگر یعنی قبلا حتی بالفرض ما تصور بکنیم که اصلا ازدواجی صورت نگرفته باشد، بعد از آن هم ازدواجی صورت بگیرد، بعد از اینکه زنای صورت گرفته باشه یا زن حامله باشه، باز هم یعنی نسب این فرزند از این 2 نفر خارج نیست. چی اینو ما نسبت بدیم به پدرش یا نسبت بدیم به طرف مادرش. زمانی که این هر 2 نفر با هم دیگر ازدواج کردن، قطعا این فرزندشون هست و در این زمینه هیچ گونه مشکل شرعی وجود نداره و اون فرزندی که از راه نامشروع به وجود آمده، اون هیچ گونه گناهی رو در این زمینه مرتکب نشده. به هر صورت این فرزند خودشون هست. سوال آخری هم این است که حیوانی که نذر کرده مرده، آیا میتونه حیوان دیگه جایگزین کنه؟ این اجباری نیست. وقتی که اگر به صورت مشخص کرده که فلان حیوان رو وقتی که نذر بکنه که اینو قربانی بکنه در راه الله متعال، وقتی که از در واقع مرده، لازم نیست که به جای اون یک قربانی یک نذر دیگری رو انجام بده. اما اگر خودش هم بخواد این اجازه رو دارد و این اختیار رو در واقع دارد. اما وقتی یک حیوان مشخصی رو نذر کرده بوده و الان امکان پذیر نیست، این نذر هم از عهده اون در واقع ساقط میشه. جزاکم الله خیر و خسته نباشین. وقت برنامه تموم شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنم که تا این لحظه پای برنامه ما نشسته بودین. امیدوارم تا هفته آینده شاد و موفق و سربلند باشین و تا دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك